اشخاصی که برمدن در صحبترانی رحمانوف چکار کردن، سخنرانی کردن. یکی از آنها اینجا نامش نویسم، جمالزاده بهروز، نامزد علم‌های تکنیکی و آموزگار دانشگاه تکنیکی. در یک سوال کوتاهی که چی پیشنهاد میکنی برای یعنی بهتر ساختن فضای کشور در همین ساحه که مردم میلشون زیاد شود برای تحصیل کردن، جواب دادن نتوانست. چون اون کاغذی را که براش نوشتن، از اون کاغذ صحبت کردن زیاد نمیتونه. اون کاغذ براش نوشتن دادن، در چارچوب همون کاغذ نوشتگی مثل رحمان اون چارچوب کاغذ داره، از همون بیرون نمیبره. اینم در اون چارچوب کاغذ از اون بیرون هیچ چیزی گفتن نتونست. باز مجبور شدن که یک معلمه دیگر از فن فیزیک از همون یک تالار بزرگ سر و صدا کرده یک نفر پیدا کردن که اونم برآمد در اونجا یک پیشنهاد کرد که باز هم به رحمانوف محکول نشد، خوشش نیامد. شما ببینید سبب اصلی که جوان آموزگار است، در دانشگاه درس می‌گیرد، در فن دقیق خوانده است و یک چیزی آزاد یک پیشنهاد کردن نمیتوند، چی از کجا سرچشمه میگیرد؟ چی مشکل دارد؟ اصلا مشکل در یک جای است. آزادی ندارد این جوان که فکر کند. جوان رو برای اختراع کردن آزاد باید بگذاری. هر زمانی که جوان آزاد چید، افکاری آزاد داشت، اندیشه آزاد داشت، اون جوان بزرگ میشود، میتواند بیاندیشد. در همین صحبت رونیش رحمانوف گفت که زیاده از چند میلیون کتاب در زمان یک جشن برگزار کردن برای فروغ صبح دانایی بود، چند هزار کتاب فروخته شد. از شاعران دعوت کرد که ایجاد کنید. کجا هستید؟ ایجاد نمیکنید. کجا هستید؟ کار نمیکنید، ایجاد نمیکنید. مادام یکی از نویسنده های مشهور کشور ما شما بویمتوف یک کتاب خیلی تاریخی مهم نوشتند و او را در تاجیکستان چاپ نکردند، به نشر نرساندند. هزارها دانشمند این کشور ما و شما امروز در خارج قرار دارد و ده ها کتاب می نویسند، او را در یگان جا نشر نمی کنند. مشکلات ها خیلی زیاد است. من نمیفهمم که آقای رحمانوف با کدام فن دقیق اینا را روان میسازد. برای رحمانوف کی باید ایجاد کند؟ هر کسی که باید مدایی بخواند. بعضی این که باز میگوید که ما هر سال 100,000 جای کاری میسازیم، 70% این جای کاری به جوانان روان کرده میشود. هر سال 100,000 در 7 سال چند میشود؟ 700,000. مادامی که چند ماه پیش در روز تبریکاتی جشن عید رمضانش و در روز سوگندیات کنیش همین رحمانوف از میکروفون های بلند گفت که در طول 7 سال گذشته ما 1 میلیون جای کاری ساختیم. یگان حرفی که رحمانوف میزند با حرفی که یک ماه پیش زدگی بود راست نمیآید. این افسران پلیسی روسیه در یکی از انبارهای میوه و سبزوات در شهر مسکو با بهانه جستجویی به گفتهشان اکای صبور صدها مهاجر را لطف و کوب میکنند و اذیت میدهند. وزارت کارهای داخلی روسیه هفته روان از انجام عملیات نیلگال 2024 گزارش داد، اما به نظر می رسد که رید نیروهای امنیتی همراه نمایندگان حرکت ملت گرایانه روس که آبشین یا جمعیت روس‌ها همان در شهر و ناحیه‌های این کشور ادامه دارد. مهاجران کاری میگویند تفتیش در خوابگاه‌های آنها در پایتخت روسیه به طور گسترده و با یک بیرحمی مخصوص گذرانده می شود. از جمله در عکس و نوارهایی که دسترس رادیوی آزاد شد در بدن مهاجران تاجیک آثار کلتک‌کاری و لطف و کوب دیده می شود. نمیدونیم چیکار کنیم. Документов 100% регистрация гражданства у домой гражданства до як аз дастгори хова бе ҳичи рост омадан оружиё хати парон кадан тарсундан одаморо рост омадан задан рафтан. این هم در حالی است که به گفته جبردیده ها همه سندهای بود و باش و کار آنها در روسیه قانونی بوده، برخی هم شهروندی این کشور را گرفتند. به نقل یکی از مصاحبان ما، رید در نصف شب آغاز یافته مهاجران را تا نصف روزی با شکم در روی فرش خوابانده و اجازت بلند شدن را ندادند.
فشار به مهاجران کاری به خصوص شهروندان تاجیکستان در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس بیشتر شد. حالا بازداشت و حبس، اخراج و استرداد و حالتهای فراوان پایمالکنی حقوق انسان از مشکلات رقم یکی مهاجران تاجیک در روسیه است. رئیس دومای دولتی روسیه روز سه‌شنبه در تلگرام نوشت که از آغاز سال 2024 در این کشور 13 قانون محدود کننده مربوط به مهاجران قبول کرده شده است. در این بین روز 14 نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقات با لیونید سلوتسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه راههای خلاص شدن از مهاجران به گفته آنها به کسب را مطرح کرد. البته مردم سوالهای دشوار از جمله مسئله مهاجران مهنتی را به میان میگذارند. ما با تشبث برآمدیم که آن را اکثر وکیلان از حزب روسیه واحد و دیگر همکارانمان دستگیری کردند، یعنی به مهاجران به اختصاص آوردن عائله‌های بزرگ خود منع کرده شود تا که منبع تشنج اجتماعی، نوبت‌پایی در درمانگاه، رفتار دشوار کودکان مهاجر در مکتب‌ها و دیگر چیزهایی که به عرف و عادت‌های ما و پایه‌های جامعه ما موافقت نمی‌کنند وجود نداشته باشد. به نوشته پایگاه خبری وجن استوری در 6 ماه سال جاری دادگاه‌های روسیه حکم راندن 86,000 مهاجر را صادر کردند. این از آمار سال 2022 بیشتر است. طبق اطلاع رسمی در نیمه اول سال جاری 17,000 شهروند هموطنان عزیز و همدیاران، همطوری که شما دیدید همدیاران و هموطنان عزیز گرامی قدرم، متاسفانه حکومت فدراسیون روسیه خیلی بی‌رحمانه نسبت مهاجران مهنتی ما در فدراسیون روسیه برخورد میکند و یک از این برخوردها همین طوری که شما عین حال دیدید این همین بی‌رحمانه‌ای است که مهاجران مهنتی را از جای کاریشان میان به بهانه‌های گوناگون دستگیر میکنن و بی‌رحمانه اونها را چیکار میکنن؟ لط میکنن. بی‌رحمانه. شما همین طوری که در عکس میبینید این جوان هیچ کار نکرده است. این جوان را چیکار کردن؟ دستش را زدن. حتی میگوید که اکثری کسانی که در اینجا بودن شهروندی روسیه هم داشتن، به قیدی رفته بودن، پتن داشتن، مالیات میسپاریدن. علاوه بر همه همین چیکار کردن؟ اینها را میآیند لط و کوب میکنن، فشار میارن و دستگیر میکنن، پشت پنجره میبرن و هزار تهمت دیگر نسبتشان میزنند. شما ببینید شأن و شرف ملت در کجا قرار بگیرد که یک انسان جرأت پیدا کند بیاد به تو چنین مراجعت کند، تا چنین حالت را نسبت تو بیاید. اگر یک کشور قانونمندی وجود داشته باشد حالت مردم تاجیکستان چنین قرار خواهد گرفت؟ آیا میتواند یک کشور، یک حکمران، یک پلیس به یک شهروندی که شخصیت دارد، حکومت دارد، در اونجا از او دفاع کرده می شود چنین برخورد کند؟ اگر امروز سفارت ما کار میکرد چنین برخوردها نسبت شهروندان ما صورت میگیرید. در همین نیم سال گذشته این 6 ماه اخیر 86,000 نفر از تاجیکستان دپورتاسیون کرده شدند. آنها را همش دستگیر کردن، لط و کوب کردن، در ذلت قرار کردن، شأن و شرف آنها را پس زدن، بعد چیکار کردن؟ آنها را دپورتاسیون کردن. همونطور که شما در عکس میبینید اینها دستای این شهروندان تاجیکستان هستند. همونطور که شما در عکس این پشت اینها را بیکار آمدن لط و کوب کردن. نخو شهروند تا اینجا قرار بگیرد که پاسپورت هم داشته باشد، پرویسکر هم داشته باشد، پتن هم داشته باشد، باز هم از جانب پلیس لط و کوب کرده شود. ولی مقامات ما چیکار کنن؟ خاموشی را اختیار کنن، حرفی نزنن. همین نماینده تاجیکستان سفیر در فدراسیون روسیه چیکار میکند؟ گو میخورد در اونجا مگر؟ برای چی معاش میگیرد؟ کارمندان معاون سفیر، کارمندان سفارت شما شرم نمیکنید؟ کار شما در فدراسیون روسیه برای چی است؟ شما هدفتان حفاظت مردم نیست مگر؟ کاری میکنه که در برنامه‌های بعدی ما شما را زنگ بزنیم و آبرو و شأن شرف شما را پس کنیم دیگر. در صورت تکرار چنین کارها ما امروز مبارزه معین و مشخص در مقابل حکومت قرار دادیم و بخش‌های معین چیکار نمی‌کنیم؟ دست درازی نمی‌کنیم، فقط حاکمیت است. در صورت ادامه چنین کار ما با حاکمیت، این با شاخه‌های معین حکومت هم دخالت خواهیم کرد، مخصوصا با سفارت‌هایی که برای جشن گرفتن روز پرزیدنت آماده هستید. چیکار کنید؟ مردم رو جمع کنید. همین روز 16 در آلمان سفیری بسیار بدصفت توانست یک روز فرهنگی را به گفته خودش تجلیل کند و در اونجا جشن بگیرد.
به مناسبت روز پرزیدنت، ولی چرا آماده نیستید از حقوق مهاجر مهنتی دفاع کنید؟ همین ستارزاده در روسیه 10-12 سال سفیر بود، حالا یک نفر دیگر موندن، اون با بدنامی چیکار میکند؟ از حقوق مهاجر مهنتی دفاع نمیکند، آبروی مهاجر مهنتی را میبرد. با یک بیانیه نشر کرده که به فدراسیون روسیه سفر نکنید، این راه حل نیست. باید جایگزین فدراسیون روسیه را برای مهاجران مهنتی پیدا کرد. باید راه پیدا کرد که این مهاجران تحصیل کنند، برایشان شغل باید ایجاد کرد، برایشان علم باید آموخت، آنها را باید کسب آموخت تا اینکه اینا بتوانند برن در یک جا کار کنند. برایشان کشور را معرفی کرد، برایشان زبان باید آموزان که رفتید فلان کشور باید فلان زبان را بدانید. پیش از رفتن برای اینا کس زبان، معرفت، فرهنگ اون کشور آموخت تا اینکه در اونجا در ذلت قرار نگیرند. ولی میبینیم که هیچ نفر با آبروی مهاجر، با آبروی شهروند تاجیکستان چیکار نمیکند، دفاع نمیکند، تلاش نمیکند، کمک نمیکند. فقط برای پس زدن شأن و شرف ملت تاجیک همه برنامه‌ها و نقشه‌ها کشیده شده است. اینش مشکلات اصلی مهاجران مهنتی ما. امروز روزی رسیده است که روزی مهاجر را اعلان نماییم و روزی 16 نوامبر همچون روزی مهاجر تعیین کرده شود، نه روزی پرزیدنت. اول برای ما مقدستر روزی مهاجر است، چون مهاجر نامدار این تاجیکستان است، مهاجر پایدار این کشور و این ملت است، مقدسات این ملت است. چون امروز مادر تاجیک از نانی همین، از مال همین مهاجر میخورد. باید به قدر آبروی این مهاجر رسید. اول مهاجر را باید احترام کرد، بعد پرزیدنت کشور را. پرزیدنت کشور قدری هم مهاجر را ندارد، وزیر و کبیر این کشور قدر یک مهاجر مهنتی را ندارد. اون را ببینه در چه ذلت قرار دارد. توف بر همه اشخاص بود که از همین گونه حاکمیت، از همین گونه اشخاص، از همین گونه کسایی که برای پس زدن شأن شرف ملت تاجیک، مردم تاجیکستان کوشش میکنند، با آنها کمکی میکنند و از آنها طرفداری میکنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، صدای ما در یوتیوب و فیسبوک است. دوستان و برادران، اگر صدای ما رو در فیسبوک و یوتیوب داشته باشید، یک پیام بدید. در فیسبوک و یوتیوب صدای ما هست برادران. این نوار گذشته بود و ما برنامه را جدیداً آغاز میکنیم. اگر صدای ما در یوتیوب و فیسبوک باشد، دوستان یک پیام بنویسید در کامنتاریا، زیر نظریات یگان چیزی بنویسین و ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم. برادران لایک خودم فراموش نکنید. برادران در یوتیوب میگن صدا هست و ان شاء الله که در فیسبوک هم امیدوارم که باشه. تشکر از برادران که نوشتین و زنده و سلامت باشه. لایک و پدلی سر فراموش نکنیم برادران، چون برنامه‌هایی که ما پیشکش میکنیم برنامه‌های جدید هستن و این کانال هم کانال جدید است و به همین اساس میتونه بیننده کمتر باشه و اگر شما دستگیری کنین و ان شاء الله کوشش میکنیم که در آینده برنامه‌های بیشتری و جالبتری برای شما پیشنهاد کنیم. برای همین دوستان و هموطنان عزیز، برنامه را دستگیری کنین، لایک کنین و پدلیت کنین و اینکه به اشتراک بگذارین با دیگران هم تا اینکه بتونه برنامه ما بیننده بیشتری بگیرد. ما شروع میکنیم ان شاء الله همین برنامه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، شما را به برنامه 21 قدرت و حقیقت خوش آمدین میگوییم. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، ما در برنامه قدرت و حقیقت خیلی کوشش کردیم که موضوعهای گوناگونی را بررسی و تحلیل کنیم و به شهروندان جمهوری تاجیکستان پیشکش کنیم تا از مشکلاتی که پیش می آید و از خطرهایی که موجود است از آنها آگاه بکنیم. و یک از اساسهای پیدایش این برنامه هم این زیر سوال بردن قدرت است که ما این را بحث بررسی میکنیم و در این شکی نیست که حقیقت را روشنایی میکنیم و یا اینکه آشکار میکنیم. و اساس برنامه ما هم بر همین اساس تشکیل شده است و ما کوشش میکنیم که در این برنامه پیرامون موضوعهای گوناگونی صحبت کنیم و هموطنان خودمون را از وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی آگاه نماییم. البته این برنامه برای رسیدن به انقلاب که یکی از موضوعهای اصلی روندی مبارزه ماست بیشتر توجه میکند، ولی
باز هم دیگر موضوعهایی که میتوانند به این کمک برسانند ما صحبت میکنیم تا اینکه آگاهی سیاسی و اخلاقی مردم را بالاتر ببریم، تا اینکه مردم بتوانند از حقوق خود دفاع بکنند. همدیران و هموطنان عزیز، ما در برنامه 21 قدرت و حقیقت چند موضوع را انتخاب کردیم و یک از این موضوع ها قانون اخیری لای گذاشتن است که از جانب پارلمان جمهوری تاجیکستان قانونی قبول کرده شد، یعنی که باطل کرده شد که در سال 2018 او قبول کرده شده بود، یعنی با گذاشتن لایک دیگر در تاجیکستان کسی را به حبس نمیکشد. این در حال صورت میگیرد که امامعلی رحمانوف رئیس خودکامه غیر قانونی پرزیدنت، یعنی رئیس خودکامه غیر قانونی جمهوری تاجیکستان در یک برآمدش اعلام کرد که دیگر کسانی که یک لایک یا یک نظریاتی می نویسند اونها باید از زندان آزاد کرده شوند، نه اینکه از زندان آزاد کرده شوند بلکه دیگر زندان کرده نشود. ولی زیاد حقوق شناسان به این نظرند که بعد از قبول و یا که باطل کردن این قانون و اجرا شدن فرمانی امامعلی رحمانوف، تمامی اشخاصی که به این مهر اتهام زده شدن، یعنی بلای گذاشتن و یا اینکه نظریات نویسی، امکان آزاد کردن آنها موجود است و میتوانید برای آنها وکیل گرفت و مراجعت کرد به دادگاه و پرونده اونها دوباره بررسی کرده می شود و دیده برآمده می شود و اگر که اون به خاطر یک لایک باشد امکانی آزاد کردنش موجود است. حالا بیاید ما همین موضوع را بررسی کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که این موضوع، این قانون از کدام زمان قبول کرده شد و چرا دوباره باطل کرده شد. و موضوع دیگری که ما صحبت میکنیم هموطنان و همدیاران عزیز، مسئله مشکلات زمین لرزه است که در بعضی از مناطق تاجیکستان صورت گرفت، از جمله در مناطق ناحیه رشت که زیاد از خانه ها خراب کرده شدند و با دستور خود امامعلی رحمانوف کمک های به اون منطقه روان کرده شد، اما ما میبینیم که این کمک ها به مردم نرسید و مردم از نرسیدن این کمک ها نارضایتی کردن و این رو نیز ما در این برنامه سوال خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد. موضوع آخری که ما در این برنامه صحبت میکنیم موضوع مسئله مهلت قانونگذاری مهاجران مهنتی است که از جانب فدراسیون روسیه تمدید کرده شد، یعنی که اضافه کرده شد. اون لیستی که 120,000 بار آمده بود که باید اونها رو از قلمرو روسیه دپورتاسیون کنن یا اینکه مجبورا اخراج کنن، ما در این موضوع هم صحبت خواهیم کرد و قانونی نوی که قبول کردن یا اینکه تمدید کردن این رو برای یک مهلت دیگر در این موضوع هم صحبت خواهیم کرد و نگفتن هماند که در این موضوع ما علاوه میکنیم مسئله های بردن مهاجران مهنتی به صف قواهای مسلحه فدراسیون روسیه و کشته شدن آنها در جنگ اوکراین و علاوه بر این همچنان در مسئله انقلاب و روش رسیدن به انقلاب در همین موضوع یعنی پیوست میکنیم و کمی صحبت خواهیم کرد. ما میگذاریم به موضوع اول و در موضوع اول صحبت را آغاز میکنیم. پیش از آن که ما در موضوع اول صحبت را آغاز کنم، من میخوام یک نوار از سامانه رادیو آزادی به سمت شما برسانم پیرامون همین موضوع و بعدا ما برمیگردیم و موضوع رو کلا تحلیل میکنیم و بررسی خواهیم کرد. من از رسانه آزادی به سمت شما برسانم دوستان و هموطنان عزیز و وابسته به این انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اگر همدیاران و هموطنان عزیز در روندی برنامه شما اگر مشکلات رو مشاهده کردید و دیدید که صدا پست است و یا اینکه چی مشکل دیگری موجود است و برای من خبر کنید و من کوشش میکنم که این مشکلات تکنیکی را حل بکنم و بازم به سمت شما برسونم. بیاید دوستان این نوار را من به سمت شما برسونم. بله اینجاست. این را من کمی خورتر بکنم چون این مشکل نشود. دیگر برای انگشت زدن به علامت پیسند یا لایک در زیر مطلب‌های اینترنتی جوابگری جنایی نخواهد داشت. این خبر در بین کاربران سوالی را پیش آورده است که محکوم شدگان با این بند قانونی کیفری آزاد خواهند شد یا نه. دلشاد جورایف حقوقشناس تاجیک بر این است که هرچند
طریق قانون حالا حکم اجرا نگرفته است در صورت عملی شدنش به گروه از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. پرونده هر یک شخصی محکوم شده در علیحدگی بررسی کرده می شود و اگر این شخص با ماده های با یکی از ماده ها یا با دو ماده 179 پریم 3 و یا 307 پریم 1 محکوم شده باشند و تنها برای گذاشتن لایک، برای گذاشتن شهر یا چیزی که میگن دیگر ریاکسیون ها در شبکه‌های اجتماعی کرده باشد، آن شخصان پورا از جزای تعیین نمودهشان آزاد کرده می شود. و گفته جورایف افرادی که با این ماده ها زندانی شده اند برای تستر آزاد شدنشان باید به وکیلان دفاعی خود مراجعت کنند. ساکنان و پیشنهاد بیکار کردن مجازات برای لایک نظرهای مختلف دارند. عجب خوبه برای که آدمایی هستن که نمیدونن همه چیزا. چون آدمی هستن که سوادش کمتره، بیشتر لایک میمونه بعد بیشتر کار میشنن شتر مگه. لیکن عجبا با خصوص بوده که به خیر راهی بعد نمیرفتن جوانیش. جوانوز یک خیلش نمیدونن که مقصد برای چی لایک مونده استن. هم یک خیلش تماشا کرده است، یک خیلش دستش یکی میره درم لایک اخی. برای یک لایک آدم مقصد زندگیش وایران کرده استن اخی. هم چند قدر سال میروان میشنن تگ سراغ اخی بچه‌ها یوش بسیار رفته استن اوزی. خیلی کاری خوب نیست که بهترین کارش که مثلا این کار شده کجان. وکیلان پارلمانی تاجیکستان طرح اصلاح به دو بندی کودکس جنایی را که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی را پورا بیکار می‌کند روز 10 اپریل امسال پذیرفتند. حالا آن باید نخست از سوی مجلس ملی قبول و سپس از سوی رئیس جمهوری کشور امضا شود. و اطلاع رسمی در تاجیکستان بیشتر از 1.5 کس برای گذاشتن لایک و نوشتن شرح در زیر مطلب‌های و گفته مقامات دارای خصوصیت‌های افراطی جزا گرفتند. مقامات نوار و نوشته‌های مخالفان و سازمان‌های ممنوع در کشور را افراطی می‌شناسند، هرچند کاربران آنها را تنقیدی برحق می‌شمارند و زیرشان لایک می‌گذارند. همدیران و هموطنان عزیز، همونطوری که شما دیدید، یعنی در تاجیکستان به خاطر لایک گذاشتن و یکی نظریات نوشتن در زیر پست‌های به گفت مقامات افراطگرا 1,500 نفر پشت پنجره رفتن. یعنی 1,500 نفر را از آزادی محروم کردن به خاطر یک لایک گذاشتن. آیا میدونید که کدام اشخاص این نفران رو یعنی پشت پنجره بردن؟ اون اشخاصی که نه تلفن رو میفهمند، نه کامپیوتر رو میفهمند، نه ذهن صنعی رو میفهمند، نه ساحه تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی رو میدونن. یعنی اشخاصی که در زمان شوروی کار و زندگی و فعالیت میکردن، مانند امامعلی رحمان خودش و اشخاصی که وزیرای کهنه و پوسیده و پیشینه، اینها وقتی که در سال 2018 قانون را قبول کردن که باید هر کسی که یعنی بندای قبول کردن که هر کسی که یک لایک میگذارد و یک نظریات مینویسد در زیر پست‌هایی که با گفته مقامات یعنی عمل غیر قانونی دارد، افراطگرایی یا تروریستی، اونها رو پشت پنجره میبرند. به همین بهانه زیاده همونطوری که از 1,500 نفر پشت پنجره برده شده است. حالا این تنها اشخاصی است که فقط لایک نظریات نوشته است. حالا از اون اشخاصی که فقط یک حرفی زدن در کجایی، مثلا یک روز یک از برادران برای من زنگ زد، گفت که یک از برادر من فقط با یک نفر بحث شده است که او گفته است نوروز در اسلام حرام است و جزء اسلام نیست و او گفته است که نه، نوروز در اسلام است و حلال است و با او رفته است به مقامات مراجعت کرده است و برادر ما را به خاطر اونه که همین حرف را زده است 8 سال از آزادی محروم کرده. پس ببینید، یعنی حالا تنها یک گونه کسایی که لایک گذاشتن تعدادشون 1,500 است. پس ما اگر بر بگردیم به اون کسایی که حرفای زدن فقط به خاطر یک حرف، تعدادی اشخاصی که بدون گناه در تاجیکستان زندان است، شما میدونید که زیاده از 5 تا 6 هزار میگذره. حالا چرا در مدتی 6 سال مقامات به این نتیجه رسید که یعنی قانونی لایک گذاشتن یعنی باطل کرده شود و کسانی که دیگر لایک میگذارن باید پشت پنجره برده نشود؟ باید با اینجا بررسی کنیم که چرا در طول 8 سال گذشته خودی حکومت رحمانوف هزارها نفر یعنی که 1,500 نفر پشت پنجره برد، ولی امروز میگوید که این عمل جنایت نیست. پس بین این 6 سالی که مقامات خود جنایت کرد، رفت هزارها نفر را به خاطر لایک نوشتن و نظریات نوشتن پشت پنجره برد، کی به جوابگری میکشد؟
یعنی خود این مقامات جرم کرد. وقتی که شما میایید به این خلاصه میرسید که ما در طول 8 سال یا 6 سال جرم کردیم، گناه کردیم و این مشکلی ما بوده است، یعنی قانونی را که ما قبول کردیم قانونی درستی نبوده است، قانون غیر درست بوده است، پس باید کسانی که این قانون را قبول کردن و پیشنهاد کردن و دپوتات هایی که برای همین قانون رأی دادن باید به جوابگری کشیده شود. چرا؟ چون این قانون قبول کرده شد. در اصل برای چی میگویند که باید ما در شاخه قانونگذار یک پارلمانی قوی داشته باشیم، پارلمانی که در اوجا یک پیشنهاد وقتی که میآید بررسی کرده شود، تحلیل کرده شود، پخته شود، بعد قبول کرده شود. وقتی که در پارلمان جر و بحث نیست، یک قانون بدون یگان تحلیل قبول کرده میشود برای یک دیلانه، پس در این شکی نیست که قانون مشکل را ایجاد میکند. مشکلش در چی است؟ زیاده از 1,500 نفر پشت پنجره می رود و بعد از 6-7 سال با آزار و اذیت مردم، اشک مادران، اشک فرزندان این زندانیان، بس چیکار دویم باره به خلاصه می رسند که نه این قانون چیکار کرده است، این قانون اشتباه بوده است و باید باطل کرده شود. ولی بیایید ببینید که هزارها قانونی دیگر به مانند این قانون قبول کرده شدند که ما مطمئنم در صورت این کوتاه‌ترین فرصت والا این بیسوادان، این جلادان بازم به خلاصه میگن که این قانون ها اصلا یگان مفهومی ندارد، باز میان چیکار میکنن؟ این قانون رو باطل میکنن. برای چی؟ برای که یعنی قانون هایی که باید در پارلمان کشور ما و شما تحلیل کرده شوند، بررسی کرده شوند، نمیشوند. رحمانوف امروز گفت که مثلا پرزیدنت غیر قانونی تاجیکستان امروز اومد به پارلمان یک وظیفه داد که پارلمان یعنی شما امروز یعنی دستور میتیم که فلان قانون رو قبول کنید به خاطر مثلا زندان کردن کسایی که با حزب‌های سیاسی و اینکه به سیاست دست میگیرن. پارلمان در کوتاه‌ترین فرصت این قانون را قبول میکند بدون یگان بررسی، بدون یگان تحلیل و بدون یگان سنجش دقیقی که آیا همین بعد از 5 سال 10 سال چی نتیجه خواهد داد، آیا این قانون به نفع ملت و مردم هست یا اینکه نیست. در حالی که این حرف از زبان امام علی رحمانوف تقریبا زیاده از یعنی در سال گذشته صدا داده بود. اگر من اشتباه نکنم در سخنرانی سالانش بود، اگر اشتباه نکنم در آخرین ماه دکبر در جلسه اخیری صحبت کرد، اگر اشتباه نکنم در همون سخنرانیش بود این نقطه را ذکر کرد. ولی تو عین حال چند ماه میگذرد از بین؟ 5 ماه میگذرد، اینا 5 ماه پرون یعنی 4 ماه پرون 5 ماه میدراید، هیچ کاری دقیقی که برای از بین بردن همین قانون کرده شود تا حالی هم تلاش نشده است. فقط اینه که این قانون در مدت 4 ماه تنها به پارلمان اومد رسید و پارلمان چیکار کرد؟ این قانون رو باطل کرد و بعد از این باطل کردن این باید مجلس نمایندگان برود و مجلس نمایندگان این را تایید کند. بعد از تایید او باید برود پیش امام علی رحمانوف و امام علی رحمانوف امضایش را بگذارد که بعد این قانون چیکار کند؟ عملی کرده شود. در حالی که اینا درک کردن که این جرم است، این قانون قبول کردن این نادرست است، باید در کوتاه‌ترین فرصت کسانی که به این عمل زندان شدن اونها رو آزاد کنن، از اونها بخشش بپرسن، برای اونها جبران پولی پرداخت کنن، میآیند در مدت 5-6 ماه فقط این قانون را چیکار میکنن؟ از بین میبرن. 5-6 ماه وقت میگیرن، بازم همونم به خاطر آزاد کردن کسای لایک گذاشتن از همشون 5-10 هزار 20 هزار دلار میگیرن که اونها را از زندان آزاد کنن. در همین امیدس طلایی که در همین سال انجام داده شد و بیشتری مردم امام علی رحمانوف رو توصیف کردن که در اینجا فقط دزدان، آدم کشتان، غارتگران و اینا آزاد کرده شدن، بازم همین نزدیکان همینا میگویند که ما به حکومت رحمانوف برای آزاد کردن هر یک این شخص زیاده از 5,000 دلار پرداخت کردیم. یعنی این تجارت است
تجارت خانوادگی ایومالی رحمانوف یک کسی را میارد به خاطر لایک موندن پشت پنجره میبرد، بعد از 5 سال میان میگه که اشتباه بود و وقتی که تو مراجعت میکنی میگه تو زندانی. برای مراجعت کردن که ما بتونیم پرونده تو را ببینیم $10,000 $20,000 فلان قدر دلار برای ما پرداخت میکنید که ما را از زندان آزاد کنیم. یعنی تجارت خانواده رحمانوف در آزاد کردن و زندان کردن مردم خیلی مشهور است و پارلمان هم در اینجا چکار میکند؟ دست دارد، نشسته است در اونجا و ایومالی رحمانوف هر نقطه را که میگوید، هر حرف رو میگوید چکار میکند؟ لبای گفته کار میکند. وگرنه در همین هفته گذشته خود ایومالی رحمانوف در دوشنبه یکی از آفیس‌های یا اینکه اداره‌های بزرگ حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان را بنیاد کرد. یک حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان چقدر یک پایگاهی و یک اداره باید بلند آشیانه و زیبا داشته باشد؟ این از کجا درآمد دارد؟ مگر عدلیه جمهوری تاجیکستان به یک حزب اینقدر پول جدا میکند، به دیگر حزب‌ها یگان پول نمیدهد که اونها رحمت الله ظاهری خدا رحمتش کند در طول 20 سال حکمرانی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خانه‌اش حزبش را اداره میکرد، جلسات را در حوله خانه‌اش میگذارد. در انتخابات سال 2012 این خانه‌اش را فروخت، در انتخابات اشتراک کرد. پس وقتی که عدلیه جمهوری تاجیکستان اگر این قدر پول برای جدا میکند، یا یک سرمایه گذار، یک تاجر چگونه میاد برای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان چنین پول را جدا میکند، در حالی که به نزدیک قانون قبول کرده شد که تمام درآمد و برآمد احزاب‌های سیاسی در جمهوری تاجیکستان تحت نظارت حکومت قرار میگیرند و هر درآمد و برآمدی باشد باید چیکار کنه؟ تحلیل کرده بشود، تشخیص کرده بشود. پس دقیق است که تجارت خانواده ایومالی رحمانوف از اینجا آغاز می‌یابد. یعنی به خاطر غارت کردن، به خاطر دزدیدن از همه راه استفاده میکنند تا اینه که پول مردم را بدزدند، مردم را زندان کنند و تهدید کنند، شکنجه کنند، ترس و وحش را در دل مردم جای کنند و بگویند که شما پشت پنجره می روید و اگر که پشت پنجره رفتید در پشت پنجره شما را شکنجه میکنند، میزنند و قتل میکنند و برای همین شما باید پول بدهید و از حکومت دیکتاتوری ایومالی رحمانوف از نجات بیابید، وگرنه راهی دیگری به جز زندان شوی نداره. این مشکلات بسیار مشکلات عمیق است. مشکلاتی نیست که ما این مشکلات را تنها از دیگر دید نظر کنیم، از یک دیده که نه در تاجیکستان هیچ مشکلاتی موجود نیست و خب دیگه یک قانون را قبول کردن و امروز ایومالی رحمانوف تشکر که چکار کرده است، این امضا را گذاشته است و فرمان داده است باید قانون لایک از بین برده شود و مردمی که در زندان آزاد کرده شوند، یا اینکه کسانی که آینده لایک میگذارن زندان کرده نشوند، در حالی که باید برعکس سوال کرده شود که ما باید مفکوره خودمان استفاده کنیم که چرا چنین قانون قبول کرده شد. در سال 2018 کدام وکیلا در پارلمان نشسته بودند؟ این قانون رو به پارلمان کی پیشنهاد کرد؟ باید اینها را به جوابگری باید بکشیم که چرا پیشنهاد کنندگان این قانون به جوابگری کشیده نمی شود؟ چرا پارلمانی اون وقته که امروز اکثر آنها بازم در پارلمان قرار دارند به جوابگری کشیده نمی شود؟ که این قانون را شما باید بررسی میکردید، شما باید تحلیل میکردید، چرا شما این کار انجام ندادید؟ باید بعد از پیشنهاد ایومالی رحمانوف در کوتاه‌ترین فرصت پارلمان این مسئله را میدید و هر کسی که در زندان به این مسئله نشسته است اونها رو آزاد میکردن، به اونها جبران پولی پرداخت کرده میشد. چند سال این نفر در زندان شسته است و هر قدر سومی که این انسان پیش از زندان شدنش درآمد میکرد باید اینها پرداخت کرده شوند و علاوه بر این به خاطر این فشار روحی، فشار جسمانی که سلامتیش را از دست داد باید جبران پولی پرداخت کرده شود. یعنی مشکلات ساختاری امروزه برای همین میگیم که در هفته گذشته در برنامه ذکر کردیم که
باید ما مشکلات را مشکلات انفرادی نبینیم، مشکلات سیستماتیکی ببینیم که مشکل در یک شخص نیست که مشکلی من با حکومت رحمانوف است، بلکه مشکل در من و سیستم است، مشکل ما با سیستم است. یعنی همه ما یک مشکل داریم با سیستم امروزی خودکامه عملی رحمانوف. پس باید ما مشکلات رو انفرادی و شخصی نبینیم. به همین خاطر به خاطر بهتر ساختن و وضعیت مردم باید ما قانونها رو بررسی کنیم و تحلیل کنیم، پارلمان رو مردمی کنیم و در پارلمان باید این قانونها چکار کرده شوند، کاملا دیده شوند و بعد از آن چکار کنن، این قانونها قبول کرده شوند. نباید که یک قانون بدونی همین خیلی رفت قبول کرده شود. ما فردا در نزد پروردگارمون جواب میگوییم. پروردگار برای ما همین گونه این دنیا را نآفرید و بگوید که هر خیلی میخواهید زندگی کنید. آخه پروردگار در سوره نحل بسیار روشن میگوید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. شما با عدل و نکوکاری و احسان این دنیا را چکار کنید؟ اداره کنید. یعنی پروردگار امر میدهد برای بندگانش. ما چگونه دین خود را، امر پروردگار خود را در نظر نمیگیریم؟ ما همین گونه با ظلم و فشار میرویم و ظلم کردن میگیریم. فراموش کردیم که پروردگار ما را به جوابگری فردا میکشد و برای هر یک کارمون در نزد پروردگار جواب خواهیم داد. یا که حدیث مشهوری پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را فراموش کردیم. میگوید که از ظلم پرهیز کنید، زیرا ظلم در روز قیامت برای شما تاریکی میارد، برای شما بدبختی میارد، برای شما ذلت میارد. وقتی که ما امروز در این دنیا قرار داریم باید بدانیم که ما هر یک قدممون جوابگری دارد و فردا در روز قیامت در نزد پروردگار عالم جواب خواهیم داد. در روز قیامت ما از روی پول صراط المستقیم میگذریم. ما چگونه روی پروردگارمون را نگاه میکنیم با این ظلم و ستمی که در این دنیا به بندگان کردیم، به مظلومین کردیم، با ملت خود کردیم، در حالی که ما را وظیفه دار کرد که این ملت و این کشور را اداره کنیم. فردا هر کار شما جوابگری دارد و شما برای این ظلمتان جواب خواهید داد. فکر نکنید که ظلم شما به جوابگر میماند. در همین دنیا بعضی از ظالمان رو پروردگار به خاک یکسان کرد، در پیش ملت چون خار و ذلیلشان گرداند و اون باید برای شما درس عبرت باشد. با حسنی مبارک چی کردن؟ با محمد کدفی چی کردن؟ و همین گونه سرنوشت بر روی شما خواهد آمد. مطمئن باشید که پروردگار شما را با این کاری که کردید جوابگر خواهد کرد و در روز قیامت این ملت از شما شکایت خواهد کرد. من امیدوارم که پروردگار برای ما نصرت می‌دهد تا این ظالمان را ما در همین دنیا با دست این مجاهدین، مبارزین و مخالفین جوابگر کند و جزاشان را در همین دنیا بدهد. پس بر بخیزید و مبارزه ببرید و نگذارید که سرنوشت شما به دست کسانی بخورد که نه ایمان دارند، نه عقیده دارند، نه ملت را میشناسند، نه کشور را میشناسند، نه به یگان ارزش اعتقاد و باوری دارند. پس بر بخیزیم و این ملت را از این مشکلات نجات بدهیم. برمیگردیم به موضوع دومی ما. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، موضوع دومی که ما انتخاب کردیم مسئله مشکلات زمین لرزه در مناطق گوناگون تاجیکستان است، از جمله در منطقه ناحیه رشت.
در 15 تقریبا تاریخ 15 اپریل سال جاری در ناحیه رشت یک زمین لرزه‌ای خیلی قوی صورت گرفت. در اونجا چندین خانه‌ها و انشاءها خراب شدند و مردم واقعا ضررهای گوناگونی دیدند و وابسته به این خط اموالی رحمانوف یک دستور داد و چاپلوس‌های حکومت هم این را خیلی تعریف و توصیف کردند که در کوتاه‌ترین فرصت به ضرردیدگان کمک رسانیده شود. بیایید این را ما از سامانه رسمی امامعلی رحمانوف یعنی سامانه پرزیدنت جه به سمت شما برسانیم و ما این معلومات را از اونجا میخوانیم. از سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. همونطور که شما میبینید دوستان و هموطنان عزیز، در روی آینه نیلگون شما سامانه رسمی پرزیدنت است و اگر من بالاتر ببرم میبینید اینجا سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. به چندین زبان ها نوشته شده است و من این مقاله ای را که اینها در اینجا نوشتن یعنی کمک حالا پیشوای ملت با ضرردیدگان زمین جنبی در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد 15 اپریل در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. خب دیگه ما محترم نامحترم شنه میخوانیم امامعلی رحمانوف به ضرردیدگان زمین لرزه در ناحیه رشت تاجیک‌آباد کمک های عبارت از خوراک‌آوری، اشیای خواجگیداری و مسئله های ساختمانی فرستاده شد. مسئله های ساختمانی فرستاده شد. اینجا رو خوب دقت کنید. و بعدا دیگه که خاطر رسان می نماییم که 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 در حدود جمهوری تاجیکستان زمین لرزه به عمل آمد. قوه لرزش زمین در مرکزش که در مسافه 60 کیلومتر سمت شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتر سمت شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت 5 و 6 بل و در شهر دوشنبه 3 بل را تشکیل داد. خب در نتیجه چندین خانه ها خراب گردیدند. خب اینجا در همین جا نوشته شده است که طبق معلومات پیشکی دسترس شده در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پوره و 50 خانه قسماً ویران شدند. به 61 خانه دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنان 3 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی و قریب 200 انشاءات گوناگون ضرر دیدند. خب این چیزی که ضرر دیده بود این ضرر و همونطور که شما میبینید بعد در بالاتر در اینجا میگوید که امامعلی رحمانوف در اینجا با این ضرر دیدگان چیکار کرد؟ کمک روان کرد. این نگاه کنید. از جمله کمک های عبارت از خوراک‌آوری، اشیای خواجگی داری و مسئله ساختمانی فرستاده شد. حالا برمیگردیم به سامانه دیگر. خب این سامانه رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ما برمیگردیم به سامانه دیگری که نو نشر شد. ما این رو از اینجا از به سمت شما باز برسونیم. همونطور که شما میبینید در این سامانه ما بهترش نوارش رو به سمت شما برسانیم چون براتون بهتر و خوبتر میشود. در سامانه رادیوی آزادی نشر شد. این ما برمیگردیم با این نواری که در اینجا موجود است و این نوار رو به سمت شما ما میرسونیم. خب من این را کوتاه میده تر کنم. نه پنیم و نه یکم آشخونم و نه مقصد آقلم و یگون چیز مو آورد نمونده همون که در تاری سرمو نمیباره همیقه یگون چیزی آورد دیگه نمون او علاوی یگون چیز خدمو یک کی بلندنده هستیم که هیچ حسابش نیست. این مراجعت قمرالدین عادلوف ساکن 64 ساله دهه هزار چشمه ناحیه رشت است. میگوید که در زمین لرزه روز 13 اپریل به جز 2 خانه دیگر بناهای یاری رسان حولیش ویران شدند. از مقامات کمک نگرفته است. یگون کس سنی ما هم بگیم همی رئیس یعنی قشلاق اومد همجا گفتم همی خیل اینا چی گفت که ما را سپارش کردن همی جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن یگون کس سنی من اومدگی نیست. مقامات شکایت این ساکن منطقه رشت را رد میکنند. عادل قمرالدین خانه شد 100% یاردمش کردن قسما گذشتگیه قسما وای میکنن یاردم میکنن تختهش
شفیر همه چی میتن با کمک های اینایی خروکه و مواد مولیوی با دستگیریش میکنن. که ما در یک مدت کوتاه این را به همه نمیرسیم که نوبت قطعی میرسه و یکون پرابلم نیست. قمرالدین عادلوف به گفته خودش کمبیزاعت است و با همسر و 3 فرزند نابالغش زندگی سختی دارد. روز 13 اپریل زمین لرزه منطقه رشت، شهر دوشنبه و چند گوشه دیگری تاجیکستان را تکان داد. بر اثر این آفت طبیعی یک نورس 3 ساله در ناحیه رشت جان باخته، 16 کس دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع رسمی در پی زمین جنبی 10 خانه و چند مکتب و بیمارستان هم ضرر دیدند. مقامات اعلام کردند که برای برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه ستاد تشکیل شده است. رسانه‌های دولتی از ارسال صدها تن کمک به ساکنان ضرر دیده منطقه رشت گزارش می‌دهند، اما بعضی از ضرر دیده‌ها می‌گویند که با گذشت 11 روز از حادثه تا حال هیچ یاری دریافت نکردند. مولا رجب یوسفی. خب همونطور که شما دیدید، یعنی مشکلات اون قدر عمیق است که اینها میگویند که ما کمک روان کردیم و کمک عبارت از غذا و لوازم خانه و دیگر چیزهایی که لازم است، ولی وقتی که ما میدرویم از مشکلات مردم میبینیم، مردم واقعا هیچ چیزی دریافت نکرده. همونطور میبینید این ساکن ناحیه رشت خانه‌اش خراب شده است کاملا. همونطور که میبینید میگوید که من یگان چی نه مواد غذایی نه لوازم خانگی و یگان چیز دریافت نکردم. من جای خوب روی ندارم، یعنی کم بضاعتم اصلا هیچ، یا در یک کوه زندگی میکنم، هیچ رسو یعنی هیزم یگان چی نمونده است برای زندگی کردن. همه چیز از دست رفته است. یعنی مشکلاتی یک ساکنی که کم بضاعت است، توانایی تمامی یعنی هیچ چیزی برقرار کردن ایران ندارد، باز رئیس جماعت همون منطقه میبرد میگوید که ما به همه اونها نمیرسیم. کو آخه تو کی میرسی؟ اگر نه برای چی؟ اگر نه تو در اونجا رئیس جماعت تعیین شدگی برای جیب خود پر کردن؟ برادر مسلم سلام علیکم، بفرما برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، بفرما برادر. سوزی برادر، سلامتی خوبه انشالله؟ زنده و سلامت باشی. الحمدلله. شما خوب هستین؟ الحمدلله. برادری همی زمین جنبی در طرف رشت شدگی هستم. بله. برای مسئله گفتم از صحبت کنیم. خیلی مقصد زمین لرزه ما میفهمیم که مثال قدرت چی طرف الله های درست. مثال الله همه قومی که مثال چی نمیکنه که یک امتحان میکنه ده. مثال مثال ما حکومت ما مثال حکومت تاجیکستان هم یکمش خیلی هست میگم دولت تاجیکستان شما ما نمیدونم شما چه حساب میکنم. من کافرشون حساب میکنم، مسلمانشون حساب نمیکنم. نه شما مسلمان حساب میکنین اما مالی را و حکومتی را مثال ببینید یک مسئله این هم مسئله نازکی است که چون هر کسی که یک نفر کافر میبروره باید در موبین یک نفر کافر است، یا او یا تو. اگر در روز قیامت پروردگار روبرو با پروردگار شدی، در اونجا بسیار سخت است پاسخ گفتن چنین چیزها. و این خاطر مقصد شما نمیگی نه؟ نه منظور این نیست که من میگویم نمیگویم. من بسیار خودداری میکنم در مسئله هایی که او برای عقیده من، برای آینده من ضرر میرسونه، چون این چیزا را میگذارم با اون اشخاصی که توانایی علمیشان تو اون درجه است که میتواند کسی را مثلا حکم براره که این مسلمان است یا کافر است. چون من قاضی نیستم، کار نکردم و مسئله دینی رو بر اون اساسی که میتوان یک کسی حکم برآورد به اون درجه نخواندم. از این دیدگاه باید در چنین مسئله من خودداری مسئله برادر مسئله 100% فهمیدم شما را. مسئله دیگه با کی نمیخیلی بگیریم. مثال شما میدونید چی معنی داره اتئیست؟ اتئیسم اصلا انسان هایی که مثال خدا را قبول ندارن و یخشون میگن ما اتئیستیم و قشون گاو مزنی میگی تو خدا را میپرستی، میگن نه من خدا را باور ندارم، نیست خدا، میمونیمش.
مثال ما همه خیلی امام علی را همه خیلی حساب میکنم وقت کسی که در حکومت کار میکنن اتیستن مسلمانشون حساب نمیکنم یعنی برای چی برای کی همه وقتی که یک آیت قرآن قبول نکرد انسانیت و بر یک قانون یا یک کلمه در قرآن اومدگی را قبول نکردی تو مثال اسلام خارج میشی درست اگر قبول نکنه آیت بله و درست و برادر جان چی نمیکنن قبول نمیکنن خب مقصد کارگرای مثال حکومتی که مثال فرق نداره که بی و MVD و حربی و مربی همشون مثال و همه استطاعت الله میغلطن خب ما در مثال میفوره که اما مثال یک عقلشون به کار بیاید خب یک فکر کنن برای که مثال خواه نخواهن مثال یک روز میمرن مرد میوید امام علی میمره پدرش میمرد مادرش مرد امام علی میمره فرزندش میمره مثال مرا میمرم همه میمریم نه برام قومی ما می توجیکو هم خیلی مثال چه بگیم همه خیلی همو حکمتی ها میگیم برای حکمتی ها همه خیلی بلو هم بگیم هم خیلی خیتریان الله میگه که الله خیتریای نه که انسان هم خیتریان نه که الله ای خیتریو ایو ده خیتری ترای یا میگن الله را فریب کردن نه که الله میگه مولا تمہارا چه فریب میکنی نمیتونی فریب کرده درست برای الله را فریب کردن یعنی خب همین حکمتی ها همین کارگرای همین حربی و مثال همه چیزی بنا باشه کربس لوبو همین فقط امنیتی ها که دکتر و مثال معلم یا را نمیرسیم یا خیلی مسلمانان انا می حکمتی همین شورا مثال برای چی برای که این پریکاده ده برادر یک کس میورن یک مسلمان میگن شکنجه کنن و شکنجه میکنن مثال زندانی و پری زندانی و شدگی هم مسلمانان برادر همش اون خدا ترس خدا چی هم برای همین حکمتی ها اگر مثال گوش کنن بدونن که مثال ویا مسلمان نیستن ویا فکر میکنن که مسلمانن برای من بسیار همی هستن شناسو مثال یا خیلی خشته برام کار میکنن میگن خیلی ما مسلمانیم که مثال خدا رو میگیم که ما حج میره که میگم نه خر حج مکه میروم یا با ما خره یگون مایده میگم برام دعوتشون میکنیم خیلی قبول نمیکنن الله قبول هوی میکنه قلب انسان ها را خوب برای همه مثال بفهمنده مقصد مردم بفهمه که حکمت اولش مسلمان نیستن مسلمان اگر میشیدن وقت مسلمان را نمیکشتن یا غم نمیدودن اوزار نمیکردن بعد به خلق خودشون مثال به مسلمانی خودشون قچی نمیکردن مثال برام الله هم خیلی بعد یک گناه دیگه که مثال ما مسلمان ها همین چیزا در قانون در روزی میشیم همین قانونایی که مثال کفر و کمونیست خیلی کمونیست حساب شما میکنم همین حکومت تاجیکستان مثال مرودر جان کمونیست حساب میکنم تو حاضر ما برای کمونیست میگم خیلی نمیدونم شما چی میگی نمیگی ما برای کمونیست میگم برای همین خلق ما که خب کشیدگی میشینن خب میشینن یک سال دو سال و الله هم خیلی آفتو را میوره خوب در عموم ما خلق مسلمانیم که مثل توجیکو مسلمانن و مثل 10 میلیون 8 میلیون دمی دنیا چند میلیونن در افغانستان دمی دنیا 20 میلیون در مثل 10 میلیون نیستیم که زیادتریم مقصد دیگه خلق نکنه باید مقصد همون روزی که زمین در ناحیه رشت لرزید و همون روز در ناحیه رشت واقعا یک کنسرتی با دبدبه نوروزی برگزار کرده شده بود در میدانم و در نوارها هم هست که وقتی که زمین میلرزه بعد از انسان ها در کلمه تکرار کردن شروع میکنن در حالی که در مابین رقص سرود و فحش ها در همون میدان هستند. من حتی یادم نمیره از زمانی که چون وقتی شما تاریخ رشت نمیخونین در تاریخ ناحیه رشت که قبلا قراطقین و بعدا رشت شد و این طرف اومد واقعا بسیار مبارزان قوی بمونن فوزیل مخصوم و دههای دیگر ها هستن که در مقابل شوروی زیاد جنگیدن مبارزه بردن و جان دادن برای استقلال این ملت و واقعا هم اونها مبارزه خیلی زیاد بردن و حتی حکومت شوروی برها شکست دادن و نمیگذاشتن که به منطقه ناحیه رشت بروند و حتی سال 2009 بود اشتباه نکنم یکی از گنرال های معروفی همین
حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف که روستبار بود به نوعیه رشت در جمعی سید ابلو نوری ای رشت بوده؟ نه او از همون منطقه است، ولی او از چی از به نظر اشتباه نکنم از چیش نام میگیرن، از این طرف طویل دره، از این کار طویل دره یک منطقه است که از اونجاست. خب به هر صورت علی بیده گورا در پیشونیش پراند و نگذاشت که مثلا اون ذلتی را که به اون مردم پیشنهاد میکنن پیشنهاد بکنن، ولی به هر حال این مردم دیانتداری منطقه تاجیکستان بودن. به همین خاطر البته مشکلات هایی که شما میگید موجود است که پروردگار این انسان ها را مورد امتحان قرار میدهد و وقتی که اینها از دین و ادیان خود دورتر میشن اونها رو با این آفت های طبیعی و به هر چیز نشان میدهد. شما باید مقصد همین منطقه بله چه گفتین برادر؟ بله برادری که وردار نوشین صحبت کنین تو برادر مسلم اومدن بعدن برادر مسلم صحبت میکنه باید دوام بدین. بله برادر بفرما. الو این موضوع شما در چی کمی اولش میگفتیم؟ ما در چند موضوع صحبت کردیم. موضوع اولی که ما صحبت کردیم در مسئله از بین بردن یا که باطل کردن مسئله لایک گذاشتن بود و مسئله دومی که این حال ما صحبت داریم این مسئله زمین لرزه در ناحیه رشت است و کمک‌هایی که از جانب امالی رحمان با اون ناحیه روان کرده شد که به مردم نرسید، چون چیزی که امروز نشر شد بیشتر مردم ناراضیتی بیان کردن که این مسئله به ما نرسید و ما کمک دریافت نکردیم. در این دو موضوع این حال صحبت داشتیم و بعدا برمیگردیم به دیگه موضوع. بفرمایید برادر. چه نرسیده که تمامی چیزاشون که بردن موندن با خیلی سراغ شون بودن که تا که باید خونهاشون ساز شود. در کجا هم این چیز نشر شد؟ شما میتونید در تمامی همی یوتیوب تماشا کن میبینی شونه که چه یوردان کدیستی یکون کس نروزگی بیان نکدیستی همه روزی هم میبروین در میزنن ما ایجان روزی این اکه قمردینه که از نوعیه حجبورک از قشلق حجبورک بود به نظرم از نوعیه رشت اگر اشتباه نکنم که خونهش کاملا خراب شده از کم بیزاحت است و میگوید که حتی نه تنها اینه که مسئله خانه هیچ چیز نگیری بلکه مسئله غذاواری هم براش نرسید. این چی است این مسئله؟ این مسئله دروغ میگوید این ساکنی نوعیه رشت؟ خانیشلو همه چیشون تامین کدگی های وقتی شما خیلی که گاب میزنید پروسه شما نمیبینید خوبیایی که جناب دارمی ملتی مو مقصد نه ملت تاجیک که شما کتونا تاجیک نمیگیرید شما اروپایی نه مقصد خیلی این ملت مو مقصد تاجیکا ما رو باشه در آزادی ما رو یکون قبل میگه که شما برای مقصد نه خیلی کنیم ما در یکون ظلم قرار نداریم. شما همه فقط میبروید جناب تنقید میکنید فقط جناب تنقید میکنید. شما پیشروی های جناب چقدر یک بار نمیبروریم بگیم که خیلی مقصد جناب نمیخدر پیشروی کرده برای چی شما نمی چیزا رو نمیبروریم بگیم؟ خب بیا از پیشروی ها شما بگید نمو گوش میکنیم. بیای رفتیم اینه بفرمایید. تمامی نوحیه ها یک بار همی شما بچه ما تماشا کنید تمامی نوحیه ها را تماشا کنید چی خیلی آبادی شده بیایید شما با تصویر بکشید ما گوش کنیم. نمیشود که مثلا شما بگید که با چشم ما ببینید و اونو با وقتی شما میگید که با چشم ما نگاه کنید باید با چشمتون شما تصویر کنید، مثلا تعریف کنید که فلان مسئله اینه در فلان نوحیه فلان شد و در فلان جو نشر شده. شما میتونید دوره از فلان رسانه پیدا کنید که در فلان ناحیه مثلا یک ساختمان ساخته شد که مثلا 100,000 نفر به جای کار تامین کرد، یا اینکه در فلان ناحیه فلان ساختمان ساخته شد که 20,000 نفر به جای کار تامین کرد. این مسئله ها را میتونید برسونید، مشکل نداره.
در همین تاجیکستان آدمی بگه کار کنم، آدمی هم خیلی بگه که خیلی کار کنم، ای همین مسکو در زور کار میکنم، این مسکو در زور کار میکنم. این بچه‌ای که جورای من انا برات میگن که به خیلی زبیو میگه همین تاجیکستان در کار کنم، میگه همین جدا میگه ما اوینی که گرفته است، میگه ای همون اوینی که شما در زور آید اینجا در 10,000 سومون ما اوینی گرفته است، من اینجا در 5,000 سومون اوینی گرفته است. این در کجا تو گری میگیره با خودت ببین نگاه که برادر عزیز، ببین برادر ببین وقتی که خودت از همینجا برمیگردی تاجیکستان میرای و 10 نفر دیگر مثل خودت برمیگردن تاجیکستان بروند، 40% RVP یعنی که بودجه تاجیکستان از حساب ماجرا است، 40% با حساب رسمی. وقتی که مثلا در تاجیکستان اگر معاش رسمی 1000 سومون باشه یا 1100 سومون باشه، 40% همین را کم که 600 چند سومون دیگه میشه، درست؟ یعنی که 40% معاش مردم کم میشود وقتی شما برمیگردی. این مسئله این است که خودت برمیگردی با او کسایی که در چند هزار سومون فایده میکنن یا که کار میکنن ضرر نمیرسه، اونها ضرر میبینن وقتی خودت برمیگردی. به خاطر چی ضرر میبینن؟ به خاطر که تو کمک کننده بودجه کشور هستی. تو خودت میدونی که این بودجه کشور چه خیلی کار میکنه، همین چه خیلی تو میخوره، همین را خودت میدونی اصلا. نه آخه کار میکنه وقتی نمیدونم این چه خیلی کار میکنه، نمیفهمی که همین رفت اومدی مال چگونه تاثیر میگذاره به سکته در داخل کار میکنه. وقتی که مردمی مهاجر نباشن، بیشتر شغل ها در تاجیکستان از بین میروند. بیشتر شغل ها مثلا بانک ها کارگر زیاد نمیگیرن. خب مسئله ای که کسایی که مثلا ترانزیت کار میکنن بور میبرن میان کار نمیکنن، فرودگاه بیشترش از کار میمونه چون مسئله ای فقط مهاجرت است. تمام خانه ها بدون مال و ملک میمونن. این مسئله رو نمیشه نادیده گرفت کو. همیدو برای که نه اوخی نمی قدر نمیگن که انا بودجه دولت دولت پرزیدنت دوزید بودجه دولت این قدر سا غورت کردن، این قدر کارگر نگاه کنیده شما بود، این قدر کارگر آدم نه خیلی سومی همه اولید میگن که خیلی اکنه ما اولید میگیم این قدر آدم اولید دادن اکجای همین قدر پرلین شما بود بسه فکر کنید یعنی ای بودجه دولت نباشه اکجا باشه اگر نه همین قدر کارمندان اینا امنیت کارمندان اینا همین ایویده وکده این هم یا همشون هم بودجه دولت میگن. ما چکار میکنیم این قدر ساختارها را؟ مثلا این قدر ساختاری داریم، مثلا ساختارهای نظامی همین ساختارها رو ما در سر قورو میزنیم، هم یه ساختارش بس نیست و در حالی که ما را کیا نگاه بین میکنه؟ روسیه چی در کار همین قدر ساختار در ما را یگون وقت روسیه نگاه نمیکنه، ما خمون نگاه میکنیم، امنیتی ما داریم یگون تیراتوری نداره. این یعنی درو زنده باش. برادر محمد اقبال خوش آمدی به برنامه و تشکر که پیوست شدین. خیلی خوشحالم که امروز شما در برنامه پیوست شدین و صحبت میکنین. زنده و سلامت باشین برادر. فرمایید اگر یک گفتنی باشه. رحمت الله و برکاته. واقعا هم یک تحلیل خیلی خوب، دو تحلیل البته در مورد آنچه که در مورد زندان کنی و اینترنت هم بزی بسته است و مسئله اینترنت مشکل داره. بله نه بهتر خوب. بله منظور از این دو تحلیل که نمودید خیلی تحلیل های زیبا بودن و واقعیت های حالی که در مورد زندانی ها و زندان کنی ها آزادی شما دادید و از معلومات های رسمی که 1400 1500 نفر در زندان های تاجیکستان برای لایک ها قرار دارند و این کاملا یک معلوماتی غیر دقیق هست و معلومات ما از این بیشتر و بیشتر است چون با سرایست اجرای جزای جنایتی صحبت داشتیم و اکثر افرادی که در یعنی که زندان های کشور قرار دارند باش اونها اصلا
یعنی که آماده به خاطر زندان کردن نیستن. مثلا وقتی که یک کارخانه یک کارگر قبول میکنه، برای او جای کار آماده میکنه تا اینکه اون کار کنه. یا اینکه یک زندان وقتی که مثلا در اروپا وقتی زندان راست میکنن، به خاطر هر زندانی چگونه جایگاه، چگونه خانه، چگونه، یعنی همش آماده میکنن و پس از اون یعنی که همون نفر باشد. خب افرادی که جنایت میکنن بر مردم البته ما گذاشتیم همین مربوط به حالا جای جنایتکاران نیست. زندان شما فهمیده افرادی زندان ها جای افرادی آدمکش، جای آدمایی که دزدی میکنن، جای آدم پر از کاران باشد، ولی زندان بودی عفوی در رمضان فرزیده این از آغاز همین مسئله اینترنت به حد بزیب است، به حد بزیب است. تقریبا کاملا صحبت کردن میچسبه، یعنی هم گپای تشمیه نمیاد. سلام خوب است؟ عین حال خوب است. بله، یعنی واقعا هم زندان‌های تاجیکستان پر از افرادی که اونها آگاهی، شعور ملی و وطن دوستی دارند، تنها به خاطر مخالف رژیم رحمانوف بودن. من چرا مخالف عبیدالله باشم؟ اگر در حالت یک شهر خوب داشته باشد، پس باید من مخالفش باشم. من پرزیدنت تاجیکستان، ولی عبیدالله میخواد که من میخوام کار گپ نیست، شهروند تاجیکستانی من باید آماده کنم، نمیتونم مهیا کرده، باید من راهش را پیدا کنم. ولی به خاطر این که جای کار عبیدالله طلب کنه، باید من برام زندانش کنم؟ باید شخصی که عبیدالله گپ صدا نیست؟ الان اومده است، خوب شد، بهتر شد. صدا هست. در کشور میگذرد، اینها واقعا هم یکی از مشکلات جدی این ملت است. این ملت باید بایستد فکر کند که نجات این ملت تنها و تنها با کاری که میخواهند برای امروز و فردای خود کنند، این نبودن رژیم خودکامه رحمانوف است. صداتون باز خاموش شده. برا فکر میکنه یک بار کاملا خارج شین از فکر میکنم که یک بار خارج شین از نو بدرین که تلفن نبر خاموش کنیم، چون اینترنت کاملا خوب میمره، گرون میشه. یا صداتون میاد از بین میره. خب من کو توسط تلفن بدرم چیکار میشه؟ که برای نو بدرین که فکر کنم که مشکل. خب واردور هر سیخدت الو همین جدم. بله، خب به هر صورت مسئله رو گوش کرده اختی؟ مسئله را گوش کردم، شما را مسئله را گوش کردیم. مقصد یک بار درمی حیاتون خیلی چی کنده، مقصد خیلی همون جنابی ما را همون کارهای کدگیش تعریف کنید در حیاتون یا برده. مقصد چی اینقدر مردک میدونی عذاب او کشیدگی تمامی ملت سرجم کدگی. ملت نمیخواد دیگر رنگ 92 شوه نمخیلی شوه. در مقصد خیلی نمی تراریستا هم را کشتن کو خیلی نمیخواهیم یا تشخیص دوخی اینه نمی اقبالگل تبقوی نمی اینه برای نمی گپت بیرونت کرد. برادر محمد گل فرموی.
برادر محمد ابو صدامون هست؟ صداتون نیست اصلا. الو، صدای من هست؟ بله بله، عین حال صدات هست. بله. یعنی منظور از این بخشش برای خط واقعا هم بله صدا هست، درست؟ عین حال هست. بله بله. واقعا هم در قضیه هایی که امروز در همین دو مسئله که گذاشتید و روش صحبت کردید و تحلیل های داشتید، من همین را یعنی میخواهم بگم که واقعا مشکلات جدی در کشور ما وجود دارد. خب دیگر صدا هست؟ صدا هست عین حال، بد نیست. بله. آنچه که از زندان‌ها و در اساسی این ملت تنها همین رژیم خودکامه رحمانوف است که این ملت باید دیگر خودش بفهمد که در چی مشکلات مواجه و روبرو است. به این خاطر است که ما اتحاد کلمه در ما با وجود بیاید. در اتحاد صدا وقتی ما نیست، صدا کنده کنده میآید. همون اتحاد گفتین باید بیاید ولی دوامش کنم. چون در جای هستین که خیلی اینترنتتون بزیب است. صداتون نیست، صداتون تماما نیست. نه صدا فکر کنم مشکلاتتون خیلی زیاد است. مشکل اینترنت یک جای قانون صدا اینترنت موقع بزیب است. یک جای است. انشاءالله باز وقت مناسب حتما باش اینترنت خوب شد بعدا صحبت میکنیم. چون وضعیتون اینترنتتون به حد بزیب است. بله سلامت باشه. سلامت زینه باشه. تشکر از اومدن با برنامه. زینه و سلامت باشید. برادر عادل بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. فرمایید برادر عزیز، خوب هستین؟ تنسیاتین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر چی کنیم؟ اوضاع شما در همین استودیو در همین ما через стрим домодагим biz o'zixtun kamdir pastaray. O'zi man pastaray. Да, но каме сухан мекунем, суханотон дар ҳамаи пастар. Оя мумкин ки мушкиле дар телефони ма боша? Не, мумкин ки мушкиле аз стримам тоже меша. Аз связам, ҳар чи мушкиле дорад дар ибай. имкон дорад, вале ман ҳозир як борга бо месанҷам. камтарак овозотон пас мегояд. Агар мо через стрим дурем, овозотон паст. Агар через YouTube тамошо кунем просто онлайн, овозотон баланд мегояд. در عموم من عین حال من نگاه کردم بهتر است، خوب است، بد نیست انشاءالله. چون چیزی که من از اینجا نگاه کردم اینجا میسنجم جای از برادر خوشحالم که در این برنامه شما اشتراک داریم. خیلی خوب. یک ودومی که در اومده یا چند دقیقه پس ای جنابشون چیزی گفت، جناب تعریف کنین، نمیدونم خوب کی تعریف کنین، رحمانوف تعریف کنین. چند تا وای رحمانوف چند خیلی چیز داره. Вопрос бишин гуфти чи чанда дора ҷаноб пешво бо ки боша? Подшоҳ, президент, раиси ҷумҳур. Агар ҳисоб кунем 15 та 20 та 30 та мерава. Майли хайр фаҳмо. Вай мега чӣ кораша боша набоша бояд таъриф кунем гем. Таъриф кардан нест. Фаҳмидӣ? Агар як кори Раҳмонов мо агар кори бараҳм ша, кори кардагӣ боша дар байни 30 чанд сол, ягон фоида халқ боша, вале мо мебарем гап мезанем. Ҳайрат мо мебарем сухан мекунем, гап мезанем ки Раҳмонов хеле набуд кора кард. Раҳмонов зулм кардестай. Чӣ корое кардест дар ақли одам туғри намеҳотад. Чӣ корое кардестай. Пошто вай чор чоплуси ҷавоне ки мебаре гап мезана, бояд дар ҳамон чун дар ҳамон Тоҷикистон золиманд, қатъиан золимошон. Золим ай золим гап мезана. او حتی نمیدونه که بودجه کشور چگونه کار میکنه.
اونا بدون که از همین مهاجرایی که در همینجا هستن بر بگردن مردم 40% در اونجا اوش کم میشود. جای کارهایی که وابسته به مهاجرت هستن تقریبا از بین میرود. درآمد مردم پویان میفروید. کسانی که با مهاجرت مهنتی رو یعنی درآمدشو از اونجا است و اونو به غذا میمونن، به جای کار میمونن، خروخری میشه در تاجیکستان. ما با اقتصادی دراز مدت با مشکلات بحران اقتصادی دراز مدت روبرو میشیم. این مهاجرتی مهنتی بر بگردن برای همین است که اومدی رحمانوف جان شده است، میره عربستان سعودی، میره کره جنوبی برای پرسیدن برای ما قلب جای کار روتین برای ما مهاجرت مهنتی رو اوجا ببریم. زورا و تولو که رئیس اسوس رفتن اومدن. این از این چیز با خبر هستن، حکومت چیزا نمیفهمه، میدونه همین چیزا. ولی اونا هم در تاجیکستان ظلم کرده است که مردم مهاجرت دارن در داخل نمونن، چون میدونه که در ای پیرن سنه یا اینا در داخل میمرن. اخی مردم در داخل باشن میمونن. شو فکر که نیروی اصلی که جوانو هستند و میتونن حکومت اداره کنن یا اینکه از بین ببرن همین حکومت ظالم. این جوانو رو بیرون کردگن از تاجیکستان. مثلا ما هممون در کجاییم؟ ما تقریبا در خارجیم. اگر ما در داخل بودیم اجازه میدادیم همیا. باشد زنگ تلفن تا جواب بدیم و پیوست شیم. برادر مسلمان بفرمایید. برادر سلام علیکم برادر. یا برادر چی شد قچی چه تمیزی است بزیبای ها. بله بفرمایید. صدا اومده است از ان شاء الله. خوب از بد نیست، صداتون بهتر است. همین موضوع دامو چوپلوس دمیجه یا برومد نه او همو حرف نطقی زد بیرونش کردم. اون میمونی که در اومده بود حکم اقبال و روجی با او یکو حرف زد که دیگر بیرونش کردم از برنامه. روزی مستسخین در امو چوپی که گفتنیم که مقصد خیلی کارش همیه مقصد که چوپ گلوسی میکنن میگردن. مقصد نه که او فایدهش نمیوره. یکون مقصد فکری خشون نکنن. مقصد این روز پگاه دنیا تمام میشه. времени هممون میمیره времени یه روز بعد پشیمونی میشه با فایدهش نداره. بعد فهمیدی برادر؟ اما بسیار انده چوپلوس بسیار نمی کارگروی حکومتیان همش چوپلوس حساب میشوند. امومالی مثال که خیلی روی حقیقت بگیم که مثال خیلی که برای دنیا را مثال چی میکنن. نه که همی ما در دنیا در کار نیست. برای دین که میرسم برای دین انشالله چیش میکنیم. حتی برای دنیا را هم نمیکنه چیزی. در کجا گردنش هم میخواه بگیم که برای نمی دنیا را بکنه حد امکان برای دنیای مردم بکنه نمیکنه. روش سیاه از اوخی فقط به خاطر فحش کرده شده است. مثلا ببینید امروز تاجیکستان دوشنبه را عبور کرده شده است فقط در ساحه یعنی ظاهری، یعنی ساختمان ساخته شده است. ساختمان دوم پوما میسوسن. این مسئله پلشویی است. یعنی تو یک ساختمان را میسازی تو پل میشوی مردم. راه سازی مسئله راه از کجا ساخته میشه؟ از بوج دولت ساخته میشه و یعنی از بوج دولت از چگونه پلش میزنن؟ مسئله راه سازی را میگیرن. یعنی زیبایی و قشنگ. یعنی پرچم ساختن از کجا؟ قرض گرفت. قرض کی پرداخت میکنه؟ بودجه کشور. پرچم ساخت. خب یک هیکلی یک باغ استقلال ساخت. برای چی ساخت را؟ از کجای را ساخت؟ از بودجه کشور ساختش. بودجه کشور پلش از کجا است؟ از جیب مردم نیست. او امانتی مردم است. او جایی است که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بخار میگرفت شبا به مردم تقسیم میکرد. بودجه مردم. نه برادر من یک گفتنی مقصد خیلی مردم هم نگاه میکنن. همه چوپی کور هم نگاه میکنن. بعد همه مردم تاجیکستان هم نگاه میکنن. تشخیله که دوم پون سختگی سوسمو زدنیوری خشرو خیال میکنن که رنگ همه دوبای میشوه. مثل نه که دوبای هم بشوه که دوبای هم مثل ایدین دور شدگی مثل در دوبای هم مثل سعودی عربی هم بگیم همه سعودی شوی سعودی مثل اوچش جهود بده. اوچش زدیم اوچش برام جهود. اما سلمان ایکو فارسی میگن. سلمان فارسی غزه را مثال تیتپیت کردن یا اسم روی نمیکنن. غزه را تیتپیت کردن میگه که ما در غزه چی روی میکنیم؟ فقط ما در همی سون روی میکنیم که همی کفانتون را بپیچونین.
امی گپ ای عقل توری میگیره چه خیلی یا بچه مسلمانو زدن و زمین مبارک برای تو برای پدریت مثال بگیم چی نکردن و او اینم خیلی اندم مثال امی توجیستیم کو امی چوپیکو ما میخه میگم ما دوم پوم سخته استیم که ایسوس کردیم آخه دومی تو چی استیم و قیامت یوردم نمیکرم و امی نوکی پوچم و تو سرمونه مسلمان است برای می جنگ چی میشوانیم امی خونریزی برای می میشوه مثل رنگ بشار اسد میگریزه بعد رنگ امی کیه نمش افغانستان دا بود کو پریزیدنتش بیفی پریزیدنت افغانستان کی بود نمش همون رنگ همون میگریزه مقصد برای هم قکروشی چند قدم پوم او افغانی چند قدم پوم نسوده کسی فایدهش نداره باید مسلمانو را چخه نرسه مسلمانو را نرسه مسلمانو را باید چی نکنه وقتی توجیکستان صداتون خاموش شد برادر. الو، صدای برادر خاموش شد، بود و برا مشکلش پیش اومد. خب همونطور که شما برادران و خواهران عزیز گرامی قدر دیدید، یکی از طرفدارای حکومت امامعلی رحمان برآمد و در اینجا میگه که در تاجیکستان تمام پیشروی ها هست و تنها شما ایران نمیبینید. با چشم ما جماعت ها، دهات ها و ناحیه ها را نگاه کنید و با چشم ما ببینید که چی پیشروی رفت. ولی واقعا هم باید گاهی با چشم اونها ما نظر بکنیم، چون نباید ما همیشه طرف منفی را نگاه کنیم. نه کار نیست، نه کار نیست و پیشروی هم نیست. البته در مسئله پیشروی ما باید ذکر کنیم که پیشروی ها واقعا موجود است. یعنی پیشروی های راهسازی در ناحیه ها از جانبی مثلا مردم خودش، مثلا پل جمع میکنه، هر جو زحمت میکشه، یا راه میسازه. در مسئله آبکشی که تعداد مردم آب ندارن، پل جمع میکنن، همه کس مردم خودش. ما اینجا مسئله در واقعا پیشروی این پیشروی است، چون پیشرویی که مردم خودش واقعا میخواهد تا در حالت بهتری قرار بگیرد و زندگیش بهتر باشد و واقعا هم به مردم تلاش میکنن. این مسئله ای نیست که مردم نبینن، مردم واقعا کوشش میکنن، تلاش میکنن. اما ما بگردیم به مسئله حکومت متاسفانه در یگان مشکلات مردم شریک نیست و مردم کمک نمیکنه. خب یک عده از کمک های روان میکنه، مثلا از ناحیه از پایتخت به ناحیه رشت روان کرده شده بود مسئله کمک، ولی در ناحیه رشت این نوپدید شد، گم شد. چرا؟ چون اون کسی که در ناحیه رشت ششته است، رئیس شهر، بعدن رئیس های جماعت، اونها میدزدن این چیزا. چرا میدزدن؟ چون این باید تقسیم کرده شود. خب دیگه مثلا رئیس ناحیه وظیفه خریدگی است، رئیس جماعت وظیفه خریدگی است، رئیس دهات وظیفه خریدگی است. آقا همه ای مگرم دزدی کنه او پله که وظیفه خریدگی است، او پله باید بربگرد، یعنی بربگردونه بگیره او پله باید. خب به همین اساسی چیکار میکند؟ کوشش تلاش میکند که چیکار کند؟ اون پله را که گرفتگی است او را بگیرد، در حالی که فراموش میکند، یعنی فراموش میکند که باید چیکار کنند؟ بایدم به مردم کمک کنه. این پلی همون مظلومایی است که در این زمین لرزه ضرر دیدن، یعنی این مسئله را چیکار نمیکند، اهمیت نمیتید، یعنی خود رو بالاتر از دیگران میدونن. در حالی که باید ما وقتی که میبینیم که یک همسایه‌مون، یک همدهاتمون، همشهرمون به مسئله‌ای که طبیعی روبرو شد و مشکلات پیش اومد، باید او را کمک بکنیم، برگردیم. در پیشش نوار همین خونه قمردین که از همون نویه رشت است توکین همونجا، نوار از خودش زبانی از داخل تاجیکستان صدا بلند کرده شده است که من کمک نگرفتم، من دروغ میگن. رئیس نویه میاد میگه که ببین این مسئله رو ببین، رئیس نویه میگه که ما برای او کمک کردیم. این نگاه اختلاف این نظر را نگاه کنید. این صدای قمردین گوش کنید.
شما دیدید میگه که ما یگان چیز اینو ببینید گوش کنید. ببینید این قمردین چی میگه؟ برادرو میگه که در نوار صدا نیست. برادرو زودتر نمینویسه که در نوار صدا نیست. چرا برادرو در نوار صدا نیست خوب زد قید نمیکنید؟ مثلا وقتی که ما میبینیم صدا نباشه دوستا بنویسید که ما ببینیم میره. خب ببخشید برادرو، ما مشکل در ما بود. عینو میگذاریم. این صدا ببینید، گوش کنید. روز 13 اپریل زمین لرزه منطقه ما را سفارش کردن همین جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن. یکان کس گفتم همین خیل دوستا صدا هست سوزی کمک نگرفته است. یکان کس سنی ما هم بگیم همین رئیس همین قشلاق اومد انجا گفتم همین خیل اینا چی گفت که ما را سفارش کردن همین جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن. یکان کس سنی من اومدگی نیست. مقامات شکایت این ساکن منطقه رشت را رد میکنند. عادل قمردین خونه شد 100% یاردمش که اگر قسمان گذشتگیه قسمان وای میکنن یاردم میکنن تختاوش شفیر همه چی میتن با کمک های اینایی خروکه و مواد مولیوی باید دستگیریش میکنن. یکی ما در یک مدت کوتاه ایره به همه نمیرسیم که نوبت قطعی میرسه و یکون پرابلم نیست. قمردین عادلوف به گفته خودش کمبیزاعت است و با همسر و 3 فرزند نابالغش زندگی سخت دارد. همونطور شما دیدید ببینید خط قمردین میگه که یعنی آشکار رئیس نوحیه و رئیس جماعت اومد و پیش ما گذشت رفت و قسما دید گفت که ما کمک میکنیم، هم رفت و هیچ چیزی برای من یگان چیز نرفته است. وقتی که قمردین با رادیو آزادی میگه که ما قسما برای او کمک کردیم و کمک بعدی برای او میرسه، ما یک بار نمیرسیم که رئیس جماعت هیچ بار. یعنی دروغ در یک ببینید در یک حالت دروغ میگه. اولو رئیس جماعت دروغ میگه چی برسه با کی با نفری که میاد در این نواری ما حرف میزنه. به همین خاطر وقتی که شما یک مسئله را میبینه این مسئله رو باید دقت و اهمیت داد، این مسئله جدی‌تر گرفت. این طور نیست که همین گونه حکومت صحبت کرد نه، یگان مشکلات موجود نیست. برادر عادل سلام علیکم، بفرمایید.
Алейкум салом бародар. Ну, дуюм боре ки дарам эфир пахш шудам, аз занги телефонӣ шуд, мо биромадам да барои ва чӣ да хеле чӣ гуфтанем бародаро хай як чӣ пурсидани май худ ҳами шумо худтон ки Убайдулло бародар ҳами канале ки шумо ҳуй кардин чанд вақт гузаштам каналтон ҳуй кардамтон ҳами барноматон чанд сол من برنامه رو تقریبا مدتاً یک 2 ماه 2.5 ماه تا 3 ماه پیش شروع کردم، ولی در اون کانال من قبلا باز کرده بودم زمانی که مبارزه می‌بردیم و بیشتر برنامه‌ام در گروه 24 بود، ولی بعداً یگون نوارهای کوتاهی را در اینجا گاه میپرداختم، شاید سالش نمیپرداختم، ولی در اون کانال کهنه بود، ولی جدیداً برنامه رو آغاز کردیم. مدتی 3 ماه میشه تا 4 ماه میشود برنامه رو در اینجا پیش میبریم برادر. ما همه فهمیدم برای خودم که شما همه وقت دیگه هم برنامه‌تون در همین کانال خودم میگذارم. بله است. حاضرش در اینجا پیش میبریم. بله. حاضرش دادم کانال مثال روز شما مثال پایواز دارین روز مثال بودن همه برادرایی که هستن در پشت اکران دستگیری کنین برادر مخالف کسی باشه شما میشه اگر یک دیگرمون دستگیری نکنیم عقب میریم. هرچی سوس میشه پیشرفتمون. چی گفتنیم اما زوج یک ویدیو که نشون دادی ویدیو رو بکرم اگر بخوایم باشه دینا یک کم داشت تماشا کردم خیلی آدمایی که بسیار وعدهشون میتونن در همون زمین جمینی کشیدگی در دیگه چون نوحیه که هم تاجیکستان بسیار کسا رو فریب کردگی هم بسیار چه دودگی نیستم بسیار کسا رو فریب کردگی هم خیلی خود میدونی که چی گپ پیدا لطن چی شدیسته پروس وعده بسیار میتونم نکی این دسته از سر 100% یا 10 15 20 خونه که میتونه گونشی ای همون طرف دولت اگر یوردام شود اصلا همش دروغ همش وعده هم تریده просто همش یک ظلم یک فریبگاری و یک شانتاژ یک همتری افیسه رو بهت اول سخت ای با گفتن توگری نمیگم تا ما просто روز اگر هر چی ویدیو رو هر یک چیز شما نشون دادیم بر عقل آدم توگری نمیگم شهر ما باید دوریم هر ملت توجیکی شهرم که ما میرو توقات کده گشتیم روز درست بودیم توقات کده خب کده گشتیم این شهر برای هر یتای ما هر یتای ما فرق نداره اکی باشه شهر امروز ما 10 خودمون توجیک میگیریم 10 میلیون توجیک میگیریم بین 30 سال گذشت یگون کار دست میام نیست یگون کار ما باید فکر داشته باشیم امروز و پگاه ما باید چیکار کنیم تو چند ما خواب کنیم تو چند نمیخه угнетавать когда гучики миллат خراب شده رفته روز هیچ نمون هیچ مقدسات باقی نمون در این ملت همه را از بین بردن نه بین هیچ کار بردن نه بین چی را بردن بین یگون چرا بین بردگی نیستن این ما بگیم اگر این بفهمیم اگر سیاست چیزی بین همون چی وقتی که سانساتر وقتی که چطور محکم کنن خیلی آدمش خود ترس نموشو میکنه просто برادر عزیز نه برادر گرامی در عموم اگر ما نگاه کنیم مقدسات ما واقعا از بین برده شد به حد زیاد. ببینید در زمان شوروی ما وقتی که شوروی از بین بردن هزارها حافظ قرآن و هزارها با معرفت اهل فرهنگ و بیدار ملت بیدار و میان گذاشت و وجود داشت. ما سال 1980 تا 1990 نگاه کنیم چقدر بیداری مردم تاجیک زیاد بود، چه از دیدگاه فرهنگی، چه از دیدگاه دینی، چه از دیدگاه اخلاقی به حد زیاد بود. سال 1991 وقتی که استقلال به دست آوردن دید میدان ها ریخت و مردم فقط عدالت استقلال کامل میخواست و تمامی تاجیکستان در ساحه دین پیش رفت. سال 2007 8 هم حتی نگاه کن مردم ما واقعا مسئله دین دوستاش زیاد بود، با اخلاقش زیاد بود، دزدی و غری کمتر بود. برادر یک دیگه که ما فهمیدیم شما این کار где-то як 30 سال زیادتر گذشت رفت. правильно اگر فکر 30 سال 30 سال گذشت نورسانی که ما 2000 چند تا 2025 سال در بین گذشت این کارا رو ما اگر بگیم یگون چه علی شده نمیشه در بین یگون چه میگیم спорить میگیم درباره سیاست تاریخی شو وقت داشته میار بود که کی باید ملت بیدار کنیم در همین راه با کدام سیاستی مثال دینیش неважно چه خیلی باشه نباشه هر یک آدم обязан که مثال یک کس باید در همین راه بیدار کرده
мисол фаҳмондан дар ки чӣ гапа миллат медона мефаҳма ки чӣ гапа просто насколько халқи химо тарсунчак шудагия ки да ҳашт даже бун гуфта мисол кучагиш гирем як гапи чӣ гуфта наметавона тарси ай куҷо пайдо шид чӣ пайдо шид барои чем тарсира мисол распространяться кардан да мисол байни хичон якдигарашон тарсунча кардан агар мисол по простому бигем так мисол простому иди када бигем халқ бояд ихе нашава мо то чанде ки тарси гирем калонои мо шеърои мо мегем шоирои мо мегем олимои мо мегем хунданои мо мегем нисф макам нисф грехтам рафтам ватан рафтам фаҳмидӣ мо ёро бояд баҳона накунем мо ёро бояд баҳона мо агар ёро баҳона кардан бигирем ёро обсуждат кардан бигирем гуфтан бигирем то чанде мо ягон сиёсати дига пеш бурда наметонем барои чӣ мо ҳар рӯз агар як барнома кинем мо ягон кори дига карда наметонем рӯз то рӯз тарс рафтеста бедорӣ не тарс ман ҳамира беҳад додестам тарс рафтеста бедорӣ не барои чӣ тарс рафтеста ки як хмо дар як амуди ки овоз бурдан хичон кардан дар байни миллати хмо фарқ надорад ман бошам касе боша набошад просто як шармандаги воқеан ҳарфот мафҳум доранд масалан дар ин масъалае ки миллатро мутаассифона мо солҳои ахир тарсонда истем ба масъалаое ки суҳбат мекунем ва ҷои онро ба даъват кунем ба тарс даъват дорем дар мобайни мухолифон имрӯз барномаҳое ҳаст ки دیگه این نشاتش به این سی دعوت میکنه که با طرز دعوت میکنه بین هم مشکلاتی موجود است که متاسفانه برنامه‌های بیشتری که بدون تحلیل تشخیص درست پیش میروند مردم رو به سوی ترس میبرند و امیدوارم که دیگه ان شاء الله که انقلاب صورت بگیرد کوتاه‌ترین فرصت و مردم از این بهتان از این ظلم از این ستم نجات بیابند وگرنه бале бародараш мисол бо чихе китобиш ба олимаш ба мисол културишон шуд ки ҳаста мефаҳмида дар инҷа ма чихе бошу бо ма камтар мисол кӯчагиш гап мезанам дар ин барнома мушкил аст ки ҳар якчо мисол бисёре ашибкора мумкин ма пропускат мекунам дар гап задана ба лафзи химон тоҷикӣ гирем агар ма гап дар он аст ки ина барномае ки шумо тайёр кардем бировардем барномае ки дар байни муҳоҷир дар байни мухолиф да куҷо дин 1.2 миллион муҳоҷире ки биё дастгирӣ кунем я бародари дигаре мисол пешравӣ барномаоша кунад ҳамин одама мисол як дар навигаришу сиёсати навигаришу имрӯзу пага бо пештар кунад куҷо дин бидурен дастгирӣ кунем бидурен мисол иштирок кунем бидурен суханои худона бигирем бидурен чӣ даълам дорем мисол як обсуждат кунем як кори дигаре пеш барем ақибшинӣ тарс инами айҳамиши сар мешавад ақибшинӣ тарс айҳамӣ ихе мо долго рафта наметонем ихе мисол мо дури дароз рафта наметонем ҳама чӣ як дастгирӣ сар мешавад бояд мо дастгирӣ кунем ҳар як бародаре ки дар ҳамин роҳ биромада рӯ шуд мисол дора программаи сиёсӣ ки метавона пеш рава мо бояд дастгирӣ кунем ақибшинӣ кардан дар кор нест мо имрӯз агар барномаро мисол ҳар як барномаи мухолифро дастгирӣ кунем пешгирӣ кунем бо хеле рӯшанӣ мешавад бо хеле дигар кас мисол ҳавасш меояд хеле дигар кас мисол тарсишай байн мерава زنده و سلامت باشی برادر. من همین برنامه دستم اگر چی باشه هیچ کاری خلال نمیرسونم ان شاء الله که چی باشه باید یک بچه در اومدن گفت صحبت کردیم فیض الله هستین شما برادر فیض الله الو فیض‌الله صدا تو نیست مشکل در صدا داره صدای امی گمان کجا صدای ما چطور رفت خیلی صدای شما صدای شما فیض‌الله یک نفر پیوست شده است صدای اون نیست برای ما استودیو خارج کنیم شاید دویم بار پیوست شن و دویم بار بره ماجرا که طرف راستی گپ میزنن تو میدونی که همش با هم وی پی ام بسیار وقت میسو подводить میکنه تو связش نداره میپره تو درآمدنش کم میشه ایشون فهمیدن دکتر بله ما برادر عادل اگر زید نباشین بگذارید در موضوع اخیری که ما در اینجا گفتیم صحبت میکنیم و مخصوصا این موضوعی که از اخیر صحبت میکنیم موضوعی است که بسیار کوتاه میگیم میگذاریم بعد برمیگردیم به مسئله انقلابی که بعد در دوام همین صحبت میکنیم موضوع اخیری که صحبت میکنیم مسئله مشکلات مهاجرت مهنتی است که اخیراً
در روسیه این مسئله ای که به میان اومده بود 120,000 لیستی که اعلان کرده شده بود که اینو باید در کوتاه‌ترین فرصت، یعنی تا ماه اپریل باید قانونگذاری بود و باشون درست کنن و در صورتی درست نکردن اونها را از فدراسیون روسیه خارج میکنن و همین هفته این قانون را دومین بار تمدید کردن برای یک مدت دیگر و این 120,000 که در برای اخراج شدن در این لیست موجود بودن میتوانند باز هم دومین بار اگر که ندونن که نامشون هست مراجعت کنند با وزارت مهنت شغل و اهالی یا اینکه با بوتایی که از یپیلو ساخته است و یا اینکه حتی با ما شماره تلفن من در اینجا هست، شما میتونید به من مراجعت کنید، من میتونم شما را کمک کنم که ببینیم که در همون لیستی که شما اسمتون در خط سیاه است و یا اینکه جریمه شدین و شما رو باید خارج کنن هست یا نیست و اگر این لیست شما باشین شما میتونید مراجعت کنید به سفارت و یا اینکه وزارت مهنت و شغل اهالی و این مسئله‌تون رو ببینید که مشکل شما در کجا است و چگونه شما میتونید این مشکلتون حل کنید که شما را از فدراسیون روسیه اخراج نکنند. به همین خاطر این مسئله پیش اومده بود و مسئله دیگه ای که در به همین موضوع ارتباط دارد مسئله ای است که اخیرا وقت متاسفانه حکومت فدراسیون روسیه و بیشتر این یک نهاد فاشیستی که در فدراسیون روسیه مهاجرای مهنتی مخصوصا تاجیک‌ها رو مجبور میکند که به جنگ بروند و در همین جنگ بین روسیه و اوکراین کشته شوند، چیزی که واقعا برای ملت ما شهروندان ما ضررآور است و نباید که ما در جنگایی که به دیگه کشورها تعلق داشته باشد بریم اشتراک کنیم و فرقی نمیکنه چه روسیه باشد، سوریه باشد، عربستان باشد، نمیدونم هر کشوری که دیگه ای نباشد. ما امروز باید در تاجیکستان بریم و تاجیکستان وطن خودمون را بسازیم و اگر که هر کسی را کمک کردن ما میتونیم از طریق دیگری کمک برسونیم. ما میتونیم مثلا امروز در فلسطین اگر بخوایم کمک کنیم ما میتونیم از دیدگاه مالی کمک بکنیم، اگر که ما اقتصادمون را پیشرفت کنیم از دیدگاه لوازمات نظامی بتوانیم کمک کنیم. به همین خاطر چندین مسائلی است که ما باید این مسائل ها را دقیق تر ببینیم. از اینه که ما میریم در جنگ اوکراین، در جنگ روسیه و در جنگ نمیفهمم سوریه و در هر جنگ دیگه اشتراک میگیریم که هیچ معنی و مفهومی ندارد و عاقبت شهروندی و عذاب میکشد و عاقبت هم ما میمیریم. همونطوری که ما در گذشته گفتیم متاسفانه حکومت ما به خاطر از بین بردن همین مشکلات هیچ چاره‌ای را نمیاندیشد. مثلا باید قانون قبول میکردن که مثل قرقیزستان که شهروند نمیتونه در کشور دیگر سوم برود بجنگد و در صورت او مثلا نسبتش پرونده باز کرده می شود. وقتی که تاجیک‌ها رفتن در سوریه جنگیدن حکومت در کوتاه‌ترین فرصت نسبت اینا پرونده باز کرد و این کار ممنوع کرد و گفت که هر کسی که میره در کشور دیگر میجنگه نسبت پرونده جنایی و او تروریست است، افراطگرایی است، نمیفهمم بلان بسمدا است و او را به تاجیکستان برگشت و هر بر زندانش کرد. ولی امروز در مسئله اوکراین و در مسئله روسیه خاموش است و هیچ پرونده نسبت یگان کس باز نمیکنه و هیچ کاری نمیاندیشه، چیزی که نشان میدهد که برای ارزش‌های شهروندی، ارزش‌های تاجیکستان این حکومت هیچ کاری را متاسفانه اجرا نمیکنه. متاسفانه فقط به خاطر کشتن، به خاطر نابود ساختن، به خاطر از بین بردن فقط ناموس و شرف همین ملت این حکومت ایستاده است و مبارزه میبرد. همین مسئله را ما باید عمیق‌تر بسیم هر هفته در مسئله‌اش صحبت کنیم که چرا امروز مهاجر ما باید برود در جنگ‌های خارجی کشته شود، چرا باید یک تاجیک برود در بین اوکراین و روسیه بجنگد. برای یک تاجیکستانی جنگ اوکراین و روسیه چی مفهوم دارد؟ از امروز یک تحقیقات اخیری که از جانب اوکراین انجام داده شد و نشر کرده شد گفت از همه بزرگترین شخصان این شهروندان آسیای مرکزی که در همین روسیه جذب شدن و میجنگن شهروندان تاجیکستان هستند. حتی یک لیست برآوردن که همون تعدادشون به حد زیاد از شماره نام نسب و همه اونجا هست و این واقعا برای ما دردآور است و غمگین است که چگونه ما میتوانند یک مسلمان برآورد. خب میگفتیم که مخشویی کردن بردن مثلا در جنگ مثلا سوریه که از دیدگاه دینی بود بردن شما را کشتن. خب در این افسوس در این گپ. سلام علیکم عبدالخلیل، ما در برنامه شما امروز اشتراک کرده بودیم. خیلی ما امیر میتونم که مثال کوچک کرده یک پرستوی کرده بفهمانم برای چی شهروندای تاجیکستان مهاجرا تو مجبوری تو چیکار گفتین که مغز شهرشون شده میبرن. نه مثال اگر یک گیریم بله где-то ممکن که دمی چند هزار ممکن 400 500 هزار گراجان رسی پاسپورت روسیسکی دارن. اگر من پاپراستنому инсом میفهمم دامش
از یک دقیقه اوضاع ما کمتر با فکر ضایقت است. اوضاع ما ضایقت گو میکنه ولی خوب از آرمون بد نیست. بله اوضاع ما ضایقت است. چی گفتن برای چی وقتی که هیچ که همین مهاجر رو همین چی مثال چی پروسس نمیکنن نه پاسپورت نه президент Тоҷикистон ягон кас ба қадри тоҷик намераса, ягон кас паспорт намекунад, ягон юрист ҳам кор намекунад. Ягон кас тоҷик дар территорияи Россия ранги бесоҳиб шудага, ранги бесоҳиб, ранги ғуло мекунанд, бесоҳиб кишид, ё мегиранд, ай пешкишон юридически коғаз тайёр мекунанд. Дар ҳар як военкоматаш ҳам аст военный участковиш, мисол военный военши ҳамаш мегиранд. Кадомеш ки наруша дошта бошанд, бисёри ҳамин тоҷикои худмон ки наруша дошта бошанд, ваёра мисол контракт фрев када контрактор мисол коғазро фревшон мегиранд, роҳишон мекунанд. Бисёриш ки граждани Россия ки паспорти Россия дошта бошанд, ваёра маҷбур када коғаз метиҳанд дасташон аз тарафи военкомат, ҳамин ки печонда мегиранд передовой чи дам пеш чи мебаранд. Бисёри ҳамин вақте ки ҳамин муҳоҷира ки дар территорияи Россия ҳастанд, бисёриш айрӯи нарушение каданшон, ягон документшон нотугурай, ягон юридически мисол нарушение доранд. Чанд намуд мешад, агар юридически гирем чанд намуд мешад, ҳамёра маҷбур када бурдестанд. Мисол ҷое ки 3-5 сол мешини, мегӯям мерам ҷанг, ихтилиш биёяд бисёр ай. Барои мо халқи ҳамин тоҷик дар передовой бисёрш ай зону ай мисол турмо ай дига чо рафтагиам. Биёяд бисёрш. Бисёрш ки штраф мекунанд, меқапанд, дига намуд чорми юридически тугре намегалта ки метштона ки мисол ай 3 то 5 мега мешонем, метарсонанд, коғаз мегирад, подпис мемона нохонда. Мегиранд роҳиш мекунанд, меро. Прош ки халқ бесоҳиб шид. Ҳеч ка ба доди халқ намераса, мефаҳмед? Ҳеч кас. Ягон кас намераса. Посол мисол посол муроҷиат мекунӣ, даже ва телефонта намегирад. Ки дар ягон юрист, ягон кас дигар қафои тоҷик гап намезанад. Абсолютно тоҷик ҳеч каши. Агар ки мо по простой фаҳмондистам. Вообще ягон кас ба қадри мо нарасидеста. Чикорой накадестан дар ҳамин Россия. Ҳар рӯз 5-10 тоҷикаш мондестан, ҳар рӯз 5-15-20 каса роҳӣ кардестан ҷанг. Ки ба доди мо мераса? Раҳмонов не, мусулчин посолство не, ки дига? Дига ҳеч ка неста. Я чи меги мегиранд, мебаранд, мешнонанда, метарсонанд, роҳӣ мекунанд, мерад передовой. Агар бо худ депортатсия кунанд, роҳӣ кунанд. Не ки да дасти худшон тоҷик бози дар территорияи Россия да дасти Урусоя, да дасти Раҳмонов не, да дасти Урусо. И халқ чӣ хеле буфора ҳамон хел тоҷика использует кас. Буфораш кор намемона, нафораш роҳиш мекуна мерава. Ай пушти мо ба халқи доди мо ҳеч кас намераса. Имрӯз биёяд сахта вазъият биёяд. На Раҳмонов, на дигар кас, на ягон кас. Ярӯи тамбалӣ, акибшинӣ моем. Мо ҳамин ғуломиро ба сар кардагем, ҳамин хаб када рафтаистем. Айра бадтар мешаву, нақстар не. А вот то, что бо шумо гуфтем ки қариб 120 000 одамое ки ҳастанд дар чорни списка партлагианшон, пока временно мисол ки течение ямо, думо, семо, чормо вақт будеган ки бояд то есть документ кунанд, бухо ки буранд барона территория России Федерации. И ҳаст я намуди ловушка. Мефаҳмед? Я намуди ловушка кардагиан ки ҳамо одамое ки бе документан чун рӯи рӯшод мераванд, бо мисол нишон метиҳанд. Бисёрш рафтанд, шақабидан депортация карданд, рафтанд бародар. И ловушка. И полный ловушка. Ловушка ҳам кишид, и ҳамира мисол сар метиҳанд дар программое ки МВДшон, фарнод бар ҳама ҷо сар метиҳанд, дар блогерошон, дар дигар чиёшон, сайтошон сар метиҳанд. Ва муҳоҷирои мо чӣ карданд ки метарсанд, фаҳмидед? Мераванд худшон ба дасти худшон метиҳанд, бисёрш депортация карданд, бирафтанд ина. И ловушка. Фаҳмо? Дарё шумо даҳо бисёрша дидам, ай рафтам гуфтанд документ ягон чӣ мепурсанд, қабиданшон депортация шуд, бирафтанд. زنده و سلامت باشه. حالا دیگه وقتی نشون میدید که باید بپرسید. برادر ریولوشنیر هستین؟ صداش نیستن به نظرم از چی میدرویه. عبدالخلیل خوش اومدی برادر به برنامه و میکروفون محکم به نظرم در جوشتگی میکروفون کشتگی دیگه گپ نمیزنه. خوش اومدی برادر به برنامه و محمد اقبال هم برادر محمد اقبال پیوست شده بودن، متاسفانه مشکلات اینترنت داشتن و
دیگر نتوانستن زیاد صحبت کنن. از برادر عذر میپرسیم اگر که مشکلات از ما بود، ولی به هر صورت ان شاء که امیدوارم برنامه بعدی پیوست میشن صحبت میکنن. فرمایید برادر عبدالخلیل، اگر چه گفتنی باشین. مسئله ما سه موضوع دا صحبت کردیم، هر کدومش که ما پسندت است و فکر نظرت گفتنی باشه بفرمایید برادر. و علیکم السلام. من اویدی مهاجرت با اصلش وای نکردم. نکه این مهاجرت دا نگاه بکنه که مردم ما نوزی نفرهایی که گفته که ای شهروندای تاجیکستان میروند در روسیه خود در اوکراین کشته میشوند. من نفرهای را میشناسم 5-6 نفر که شهروند روسیه هستند، دور نه خیش تبارها هستند، ای بگیم هم دهه و هم نمیدونم هم رایون هم خیلکی. این سونو رفتن بگن که با گفتی خودشون شهید شدن، خیر خدا رحمتشون کنه. اینا پروستا 8 میلیون گرفتن خلاص. صدا یگان کس بلند نمیکنه که بگیم که رسورم صدا بلند نمیکنه، نه روسش نه تاجیکش نه ازبکش، کسانی که پاسپورت روسی دارن. ما واقعا 8 میلیونیشون میتیان، 8 میلیون روبل. وقتی که آدمی که میره اوسط ناپدید میشه و کشته میشه 8 میلیون میگیرن. اینا بگم که مردم ما نمیدونن برادر عزیز، پلا 8 میلیون ده 3 سال دکو اگر در پیش یگان مترو بشینی میوی باور کنی این چیزا یافتنش آسانه. پلا نه که حیات یافتنش آسان نیست. این جان خیلی یگان پدینه نیست که هر بهار بسوزه. مردم ما متاسفانه این چیزا کو حیات به قدری بد کردگیان در روسیه. خیر رفته شهروندی را گرفته آشتون شوه یگان گپ نیست. نه که میره کشته میشه، میره نمیدونم یگان صدا بالا نمیکنن. برای چی؟ برای که 8 میلیونشون میتیه. اگر حکومت تاجیکستان هم مثال شهرونده عادی میروند، اینا میمرن گفتی خودت که کسی سوریه میرفت و یا اکستریمیست تروریست، کسی اینجا اوکراین میایه یگان گپ نیست. باید همین قانون باید برای ایناش هم برای که کسانی که میروند ای طرف روسیه یا که ای طرف اوکراین است این روسیه میزنن، باید قانون برای که اینا بگیم که اکستریمیست تروریستن. متاسفانه ما این چیزا را نمیبینیم. من یک چیز فقط میفهمم که همین که این حکومت تنها به منفعت خود چه به منفعت روسیه بیای کار بکنیم که یک حکومت بسازیم که بگیم که زویسیمی نه ای روسیه باشه نه نمیدونم ای امریکا و ای افریقا. یک کاری بکنیم که یک حکومتی همه شمول باشه. مثال نمیدونم کسی که میخواد خیلی میخواد هم خیلی زندگی کنه با هم دین و مذهبی خودش، نگی هم یک قانون باشه که همه قانون رعایت بکنه که با مثال کلیدباد نکنن. خیلی که یک نوار دیروز بود که به تماشا کردم مردم ما به فرهنگ شدگی که باور که دریاوانه یک جای بسکشی یک که همه بینی باور که پری پاکت بقلاشکش کردیم. همه موسر تا وای کردی خوردی گفتی هم رحمانوف هوای گیره وای کنه نمیشه واقعی. باور که یک که پولی کلیدباد شده پری پاکت پری نمیدونم موسر هرچی. ما هم انشاءالله که اگر مردم به گپ ما بکنه و ما انشاءالله که یک قدم پیش بریم برای انقلاب، ما با مردم پیشنهاد میکنیم که مردم میخواه به تربیه نباشه، بگیم که نره در هر جا هر چی نپرتوه، در یک شاخی درخت نشکنه. ما هدف ما چیه؟ هدف ما تنها رحمانوف باید ما رحمانوف بگیم که یک طرفه بکنیم و خلاص. دیگه ما نباید که بریم که یگان آدم بگیم قصدگیری بکنیم. اوسشه اگر دلیل داری، اگر نمیدونم ظلم تون کردگی در از قانون پس اون جواب میتیه. شکایت میکنی که همین آدم همین کارو را کردگی تمام. یک حکومتی باشه که مثال با همین مردم بگیم که پشتیبانی بکنه. ما نه خلکی حکومت میخوایم ولی زیاد نفرها دعوای مثال بگیم که رئیس جمهوری دارن، زیاد انسان ها میخوان که برنامه‌اش را پیشنهاد بکنن. این به حد کاری خوب است. برای چی کاری خوب است که
ما باید فرق داشته باشیم ای رحمانوف قطعی کماندش اونا شما دیدگیه که اینا همین چند سال شد رحمانوف وعده میتیه که چند سال شد رحمانوف وعده میتیه که من به شما را سویت افسانوی میشنوم برادر بخشش یک سوال عبدالخلیل ده برادر ممکنه از سوال که سوال هم توبری نمیغلطه که گفت پرسیدنم باید چیکار کرد که روز تو روز ما باید یک جا شویم یک کس دیگر باید بیدار کنیم در این راه بخشش برادر السلام علیکم اکا الماس برای خودت من مخلصی خودتم اکا الماس ممکنه گپ زنم چرچ کنیم اکا الماس من آماده باشم چه کار بکنیم که مثال مردم بیدار مردم برای بیدار شدنش ما لااقل این رو باور یکم برادر پرسیدم که ما باید چیکار کنیم که یک جا شویم امروز و فردا مثال باید در این راه بیدار کنیم برادر عزیز نمی رقم‌های تلفن در همه برنامه هست من راستیش همین برادر چی نام داشتی؟ عادل من به همه گپ زدم به خودت گپ نزدم یک بار زنگ بزن به واتساپ صحبت بکنیم انشاءالله که سریع مسئله میایی نه ما فهمیدم برادر ما عزت نه یا وقت زنگ زدم نبرداشتی بعد دیگه زنگ نزدم خب با میشه زمان انشاءالله میشه برادر چی گفتن در این بیان بدون نگین که مخلص تیم باید در این بدون میگن که ما یا مخالف پشت پرده یک جای به یک جای شیم نگین که ما مخلصی جای ما رحمان نیستن که ما مخلصی ایشم مخلص وشم یک جای شدن در کار ای خیلی مخلصی در کردن در کار نیست راه استوسیا بله وقتی که همین 2-3 نفر در یک جا جمع شد نه چیز نوع جویا برادر عادل اگر اجازت باشد صحبت بتیم با ریوالوشن دیگه این بار اومدن یک برادر خیلی زیاد برنامه پیوست میشن چند مدت میشه به نظر مشکلات اینترنت دوران از روسیه ان به نظر پیوست میشن برادر ریوالوشنر السلام علیکم ریوالوشنر شما برادر صداتون الو بله السلام علیکم چون در اینجا نشان نمیده کدومی از شما گپ زده شدین به خاطر ریوالوشنر بله بفرمایید برادر ریوالوشنر السلام علیکم برادران و علیکم السلام بفرمایید برای متعهد شدن این خیل کنیم دعوت کنیم نگریم آواز من خوب رفته صورت یا نه بله صدات خوب است با دورم تیم صدام خوب است دعوت کنیم این خیل کنیم نگریم بیفایده همه این کارها بیفایده نه فایده دارد کمتر چون که برای آدمایی که ناموس دارن برای اونها بسیار تاثیر بخش است لیکن آدمایی که بی‌ناموس هستن اونها رو چه دعوت کنیم ما باید بریم آدم‌ها رو ما باید بریم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر مسلمان اجازه بدین برادر صحبت تمام کنم بعد شما صحبت ما باید بریم مردم ما باید بریم روزها همین намек роздали сюда мы вас отправим мы вам поможем чтобы вы поехали в Судан ягон грамм روزها دشمن ملت سعودی نیستن که در گرانسی خیلی گفته سازن خیلی دکومنت رو پرورده کرده سازن اینو بهترین کار کرده سازن برای ما بهترین کار و چه خیلی نجات دهن نخواهد روزها ما رو نجات داده سازن واسه ما باید رویم تاجیکستان باید رفتن این روزها رو زوره کرده سازن من هر روز که بسیارتر دیپورت کن اگر همه را دیپورت کن مرا دیپورت کن میگم نه تیبی هستن پتا هستن خوبه من گفتم ایگلا 1000 دکومنتش 100% باشد دیپورت کن لیکن اینها جنگ اوکراین هم بودی دوران اونجا هم برادر یه مینوت ممکنه گپ ما بریده است برادر مسلمان من اگر یکونش عاجل گفته بفرمایید چون چند باشید قد میکنیم برادر بفرمایید مسلمان ما فرمایم
به نظر برادر رولوشنیر گپ زن گوش کرده شدین. به نظر برادر مسلمان مشکل گپ زدن گیرم. بله بله اون مشکلات اینترنتی دارد با این خاطر بفرمایید. حاضر برای رسمی گپ زن گوش کرده شدین. سخنش خوب گفته شده. گپ زن. حاضر برای روسیه بسیار در کار است که آدمایی که پوشش نمی‌هستن میگن که چی راسخوت متریال ملت خودش رو کردن میترسن چون که همه میخزن در این روسیه زنها من گفتم روس یک فرزند دارد یا دو فرزند دارد اول دو فرزند داشته باشه یک تا دختر یک تا پسر اون پسرش جنگ رفته گه برای روس‌ها میخزن اینجا چی در کار راسخوت متریال در کار راسخوت متریال کی این بیچاره توجیه گه 5-6 تا پسر دارد 3-4 دختر دارد همه دختر 5-6 پسر دارد میخواد راسخوت متریال برای پوتین میخواد وضعیتی بی‌ضبط در قضیه покрывать کردنش کار همین راسخوتش رو برای همین هر یک توجیهی که آزد قانون نشون میده که کودال قانون نشون میده خصوصا شده دیویل میاد که پیش دم توجیه کم میخواد پاسپورت روسی رو میخواد نشون میده که لیکوندا رقص میاد برای پاسپورت گرفتن برای پاسپورت گرفتن میری جنگ کشته میشی دیگه در اون دنیای پاسپورت امیرمو قطعی کی عبیدالله یک اندر سخن گفتم درباره ای چی گفتن ما یک سوال خطا دارم انو رولوشنیر یک دقیقه دمی یک سال 2 سال 3 سال گفته است کامر دپارتاس کامر روی کدر رفتن در کار ما همش میگم رفتن با شما کی میرین کی مامی من هر 2 سال پس 3 سال پس میرم 2 ماه 3 ماه میستم میبیام وضعیت گشت میبیام من شخمتیستم پاچیزنی میرم نگاه میکنم وضعیت گشت میبیام فهمیدی میرم میبیام من رفته همین گپ شما تکرار میگن در هر یک برنامه بسیار قریب 1000 بار چی تکرار گفتین اون چی نشیده است و یک برنامه دیگه گفته که 3 سال اخیر پاکستان دادم من رفتم اومدم بیفایده مثل 2021 رفتم انا دیدی نه گفته که همه روی کردن در کار گفتی رفتم دیدم بیفایده وقتی با برای بینی با بیفایده باشه بعد چیکار میکنی گوش کن 21 سال رفتم دیدم که همه بیدار نیستن همه خوابالودن نه 3 سال بعد گذشت رفت این امروز فقط پاکستان وطن برای با بیفایده نیست گوش کن برادر گوش کن اما برادر نومش چی بود اما پسیان میبروی پامیخ میدهی منظر من پامیخ تو قبول دارم من بسیار وقت رفتم اومدم فایده نشد گوش کن مرا آخر من چیکار کردم همین 75 گوش کن مرا 75-80 هزار اویلیک میگیرم که یک موده هوای 70% روی میکنم شیروی نرده 30% برای خودم همین چیز تسلیم شدم کاری گناه کردم خطا کردم حواله خود سودایی خود چی پروکوروری اما نیمی زیاد اویلیکم روی میکنم مبارزاده کم ترکش برای خوردنم مونده دیگه راه نیافتم بیا یک راه شما بیا причем راسته که تو یگان بار رنگ من 75,000 من مینا در کار نیست برادر هر یک قرض مویه دایرا عادل مسئله بازگشت یگان بار روی کردی یا نه همین گفت گفت خب ما обяз نیست در پیش تامش گابزم چی در کورای خداوند برادر ما یه لحظه میکروفون شما رو گوش کنید مسئله بازگشت تاجیکستان و رفتن او که بیریم یا مسئله ای است که هر کس میتونه این حال یه بار بره و کسی که مثلا پشت پرده است برای تاجیکستان بر بگرده این مسئله کمک به انقلاب نمیرسونه یعنی بازم مثال فکر میکنیم که ریولوشنیر بر میگرده تاجیکستان میره چی مسئله ای را در رجوع حل کردن میتونه تنها یعنی مسئله بازگشت تاجیکستان یک مسئله برنامه ریخته شده باید باشه استراتژی باید موجود باشه که یک انسان وقتی تاجیکستان میره طبق کدام برنامه برمیگرده او یا استراتژی رفتن به انقلاب از جانب یک حزب مخالف یا اینکه یک روندی سیاسی که میتونه تاجیکستان تغییر بده تحریزی کرده شده است یا نه وقتی یک انسان بدون یک برنامه برمیگرده در این مسئله میره در اوجش کار میکنه چی کارا رو انجام میده یعنی مسئله به میان نمیآید
به این خاطر مثلا 10 بار ممکن باشه ما وقتی سخن کنم برادر ریولوسیونر اجازه باشه سخن من وقتی سخن کنم بله بفرمایید بفرمایید برادر آوازتون قطع و وصل نیست لیکن ما وقتی سخن میکنم برادر اگر یگون تا مرا یگون کیم چیگر فکر میکرده باشی یا خیلی لبای همین برادرایی که همین برنامه دارن پیش قدم موان پیشوای موان گویم همه اونها رزمیر پتینکای مرا میدونن همون بچه‌ای که از اومده میخواد هر کس سوالای 2 ماه 3 ماه است که همین سوالای بستاکوی داده شده است هوای بچه یگون خیلی اینفورماسیون دادگی هست درباره خودش کیه و چهرهش نشان دادگی هست در الوهیدگی با همین مبارزه من چهره مرا ایکو دستی محمد اقبال دا یا دستی حسین جوکت یک قلم ته چهره مرا میخواد میکشه اگر رسوم باشه چون هر روز میبیند من چهره با چهره گام میذارم در الوهیدگی کمکم کو من منت نمیکنم من تو چی خیلی که میتونم کمک کرده شدم همین بچه‌ای که من پستانه برام پامیخ میدیار مانده با نام عادل برام دیروز با نام کیمتی برام انا بچه میتونه یگون خیلی خودش رو یگون خیلی مبارزی نرمه من در کار نکرد تو محمد اقبال در کار نکردی برادر عادل بیام شما را موافقم گوش کردم برادر ببینید یا سوال میکنم تمام میرم من اونجا دیگه نگفتم بله یا سوال میکنم ما بسازی گپ در چی رفته این برادر ریولوسیونر میگه مرا فهمید من تو شما رو فهمید ندادم شما یک گپ چند بار تکرار گفتین همه گپاتون تکراره میفهمم میدونم با گفتین شما چند کردن که ما یه خداوند میدونم دیمش که چه بگم تو گفتیسی که برو لیتسو تیشو گپ زن فهمیدی ما زنگ زدگیم یا تو بر زنگ اتفاق ندادم با زنگ میزنم در وای نیست просто گپ در اون است که شما گفتیم یا چرا تکرار میگین دپارتاسی ما اصول در توجیهان 4 ماه بودم اینا ما چیکار کنم اینا بودم در توجیکستان رنگی خیلی گفتی رفتم چیناشی گشتم اومدم این نمیخه ما یگون گپی بزم نگفتم در کار در همینجا پول گفتیسی مول گفتیسی ایتا یو در کار نیست вообще سیاست یگون سیاستی دیگه گابزان ایتا گابزان میگه همش دپارتاسیا کنه همه دپارتاسیا که برای اینکه ما اوتور دیگه یگون کورای دست اون نه دیگه این معنی نداره چیکار که هم برادر عبیدالله گفت که یگون استراتژی یگون برنامه مثال تایید کردن کرد درون نبرید درود ما شما را یگون گپی بزه گفتگی نیستم یگون وقت زنده و سلامت باشه برادر عادل زنده و سلامت باشه برادر ریولوسیونر برادر عادل اگر چی باشه امروز هم زیاد از 2 ساعت صحبت کردیم خداحافظی کنیم قد خدمت یا چند برادر دیگه هستن صحبت چوبتیم بعد دیگه برنامه رو خاتمه بدیم برادر عادل اگر اجازه باشه مو باید من سلامت باشیم برادر عادل برادر ریولوسیونر اگر باید همه مردم رو فرمو برادر ما باید تمام مردم بگیریم برای سلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه برادران برادر مسلمان یا در قصد صحبت کنم برادر ریولوسیونر صحبتش تمام کنه و شما صحبت رو تمام کنین و ایسوی دو برادر دیگر رو پیوست کنیم و خورشیم میمرو خیست بیاز بیزی بایچوتا خب بیا اگه بفرمو کوتاه یا که برادر ریولوسیونر کوتاه بفرمایید بعد شما صحبت ریولوسیونر بفرمایید بفرمو برادر ریولوسیونر آخر من گفتم بله برادر ما باید مردم رو گیریم بریم پیش کرده بریم یگون بار دیدگی هستی که دامارده پیش رفته باشه در خفاش گوشپنده آمازه استرو باشه این خیلی چیز در حیات نیست است در قانون طبیعت این خیلی چیز نیست است باید گوشپنده رو پیش کرده دامارده میبرد خودش ای خفا میرد این کار ما باید کنیم دیگر خیلی روح نداریم هزار دعوت کنیم من 20 تا وریانت بیفایده نه هر 99% مردم توجیه که شعر نرای او میگه که دعوت کنیم چیکار کنیم همش مصلحت میپرسد
همه را پیش پیش میکنیم میبری اون وقت مصلحت هم در کار نیست رای چی درکش میمونیم برادر بیا یا صحبت کنیم خیلی صحبت کردی همی رفتیم میگیم مالدیت این ما خودم برادر مسلمان اجازه برادر ریولوشنری تشکر اگر زنده باشین ان شاء الله باز پیوست میشیم برنامه بعدی چون وقت خیلی کم مونده است من باید خورید شم برادر من خودم گوش کمرا ما همچون حربی نهضتی ما حربی نهضتی سولو 99 سولو امی ناو حربی نهضتی مرا خبری هم ببینم میشناسم مقصد گپی مرا گوش کنین این مردم میگه میریم چیکار میکنیم میریم یارو فراغ نداره خیلی ریولوسیا و با یوتیوب ریولوسیا یگون تاریخ داشتگی نیست یگون کس ریولوسیا با اینترنت کدگی نیست با دهان یا با گفتن ایدوری یا میری میکشند ریولوسیا را نگاه که ریولوسیا ایران ریولوسیا مثل افغانستان ریولوسیا شام هم یک جور ریولوسیا شدگی خیلی شدگی برای ما بسیار گفوا که ما در کار نیست در اینجا بگم مقصد کدومی که مثال کمک کردنی باشین ما کبی کی دفتگی هم که اینم ادامه ده کمک کنین ای خیلی با گفتن اگر دروغ نگین دروغ گپ دروغه وقتی میگی و نمیکنی دروغه جونتون شیری نغز میبینین او مالدیس جونتون نغز میبینین مردن نمیخوین اقلا جونتون مولتون خدی جهود کنین مجاهدو هستن مجاهد جهود مثلا که گپ جای چی نیست که من همه را بگم شما ده مولتون خدی جهود کنین اقلا با دهان نمیشوه میری من بچه 10 سال شید رفتنی یگون تا نمیرین چون میکنیم مردکی گپ زنیم و رفتیم اومدیم ما مقصد دیگه مقصد جهود کردنی باشین جهود مالی کنین اگر جهود جونی کردنی باشین رفتن درین توجیستون یگون خیلی نمیشوه با دیگه طرف با همسایه دولت و قطعی میشوه رفتن و افغانستان اگر جای می چی باشه میگم این شما برای ما گپاتون میگین میدریم خطون فریب میگین الو را فریب نمیتونین کده چی در کره وزدوق گام میزنین اخی جهود کردنی این همی علاقه چکنین همی دولت همسایه همسنو قطعی مجاهد مجاهدی اگر کندی باشین این خیلی گفتن قطعی میریم بس کنین همی گپاتونه بخدا همی خطون مرده که همی نگاهتون میکنم بخدا خنده میگیره میریم کجا میرین یگون جو نمیرین همه تون میخپن بعد این یگون یا چی نمیشه با کلا کار کندن کوره برادر صدای ما هست زنده هستم برادر یه لحظه برادر مسلمان اگر با خیر سخن گفتنی باشی خدا نگهدار با دیگران رو صحبت کنیم یا خارج شیم تمام بگین اینا بگین کسی من نمیدونم من قدیش مو چخه گام زنم کیه همی جهود کن هست مثال کیه حق جان چان کنه مثال من نمیدونم چه خطی در پریمو فیر خدون گام زنم لیشنی زنگ زنم گام زنم مثال مو کارتر کی در دودگیم کی خالد مول الماز دادگیم کسی یوردم کدنیه اونمو کارت در پارتان گره هیچ کنه میپارته ای جون تون میترسین ای مول تون میترسین یگون انقلاب نمیشه بخی انقلاب به دهان نمیشوه امام علی به یوتیوب نمیبروه نمیروه با مشمور من همچون حربی مثل میگم تو نهضتی حربی سال 92 نه سال نمی نو سبحان الله برادر عزیز هم داریم در بلو ذکر کردیم مسئله علم با پل روان کردن هم چی مسئله را حل میکنه کی باید اینجا مسئولی است که اگر که یگون بخش تشکیل شده باشد که در اون بخش نیاز به پل و مال داشته باشد مثلا مسئله دیگه ای است که بشه با طرز درست صحیح روش پیدا کرد و کمک کرد ولی در مسئله ای که باید ما با اشخاصی دقیقاً برای مثلا امروز زمانی که جمهوری قوت دعوت آغاز کرد در کنارش ده ها اشخاصی غیر یعنی غرضناک پیدا شدن که اونو از وجودی ایشون استفاده بردن و ده ها پلی مردم دزدیدن و این خاطر بعضی حالتها باید با تفکر و با تدبیر کار کرد که شما ملت رو با فریب شما چیه نه تو خودت بسیاری گروه بسیاری برادری و نهضتی من بسیارم شما مشور با جنگ چی کدری نیستی نه مقصد برای من نفهمیدم مسئله جنگ گلد مسئله اونی نیست که کسی با جنگ من
یک آدمی آشکاریم که به هر مسئله‌ای که ما سه راهی رسیدن به انقلاب داریم. اگر که اون مسئله انقلاب برای زمینی باشه و حتما برای زمینی هم باز خواهیم گشت و اگر برای مردمی هم باشه این مسئله رو مثلا مردم روشن میکنه و این مقصد خیلی من نفهمیدم. خیلی خودت نظرتی مقصد همه انقلاب کدانی باشین مردکی گوکه جویم چیه که خودت میگی ما طرفدار یا زمینی هم اگر باشی نبگی نه که اگر نمیکنین یوردم چی دار کره خی ما میکنیم همی هست همیشون روحوش هر کسی با اندازه خودش میکنه. همونطوری که گفتم مثلا روزی یک کس میبرم اون روزم در برنامه المازم 10 برادر اومده بیا من با من صحبت که و علایدگی من میگم چیکار کنم ولی یک کسی که کسی نمیشناسش تاییدش نمیکنه یا گپت بزنم یا گپت دیدم نبرو باید چگونه ما تصدیق کنیم که باید بکیره در کجا کمک کرد. اینجا در نیست که یا ما با همین مقصد ایتاک همون مردم ایتاک گوش که مرا برادر عبدالله گوش که یا مینوت ایتاک ما یا گوش که یا مینوت بفرما ایتاک مرا گوش که ایتاک مردم بردستان محکم کردستان برای می زنگ زدن برای می چی کردن او دبر من محکم میخوای چند هزار روز یکریم هزار آدم بردن محکم کردن به من گفتن میسود فهمیده است خیلی با گفتن و خیلی نمیشه و مورا میفوره که با گفتن برای و همه خوب نیسته گفتن میگی و زنده میمونی نمیمری نه چی میگی خیلی نمیشه رو خیلی همین گفتن نمیبود نه تا دایجا بودی نه ما خودم دایجا و نه دا ایرو بودی و نه هیچ کسی در اینجا بود همش از همین گفتن آغاز می‌شد. بیا صحبت بعد یه رو برادر بود دیگه بسم الله بگیریم برادر حق بفرما برادر حق هستین مردم گفتنی هم اومده رحمان هم میبینه یگان قانون نداره قانون جنگل هم کنستیتوسیون فرخک پدروز نکردگی یگان قانون نداره چی خیلی که میتونه همیشه مورا ظلم کرده زندان داره تهمت داره اکستریمیست خواهین تروریست گفته قتل کرده است مال ملک نزده گرفته است مهاجر تو کردگی دختر و زنات ما تجاوز داره همین کارمنداش قطعی یا بندیت هم برادرها مردم هم باید خیلی محافظت کنند دوی گریه را بس کنند در کار بندیت شدن در کار همین ظالمه و قاتل و تجاوزکار را ای منطقهاتون تازه کنه آخی ای همین شما انقلاب میگه ای همین حوده ظالمچه نمیبروی شما خیلی سینی اجدار دوی داره روتون سیاه که ساده حق اینو حق فرق منی قشلاق منطقت ای ظالم ای تجاوزکار ای دزد غر ای بزغاله تازه که آخی تا وقتی ما دیگر ما نشناسیم کیای دبری ما استودگی همسایه‌مون کیای ما یگان کار کردن نمیتونیم همین ریشه و پنجه همین دولت همین بزغاله هم که تمام گپ خبری ما را در همین امنیت میرسونن امنیت بعد میان ما را میبر لطکوب تهمت اکستریمیست تروریست خواهی زندانی مینن قتل مینن همین ریشه های اومده رحمان یک بدی غاز شید اگر طول 32 سال همین یکمش بزغاله همین بین خودمون که تمام پلانای ما را ویرون کرده سودن برادر همه را ما باید شکار کنیم ای بین ما شما قانون قاعده نگه این اومده رحمان یگان قانون قاعده نداره شما را بگناه بچه های یاش جوانو را زندان کرده سوده تهمت کرده سوده حیات شما را سوزنده سودن شما ای چی میترسی در همین روسیه اومده ازبک‌ها را قرغز‌ها را لط کوب کرده سوده قرغز‌ها و ازبک‌ها با فکرم خواهر مادر شما تجاوز کرده نیستن ای اومده رحمان میترسه کو ای ملیسای ختم میترسه کو ای ظالمون منطقه ختم میترسه کو خواهر مادراتون تجاوز کردن سرکون تو خام مرغای کرک شده برمده اومده در روسیه دیگه ملت را لط کوب کارچه شب داره کو تری کار را کدام میتونه چرا بعد حقوق خودتون محافظت نمینه ناموس خواهر مادر خودتون محافظت نمینه ظلم و ضلالت دیده سوده در دنیای تاجیکستان یگون کار نکرده سوده برادرها شما چخیل بعد همین ظالم چارش ندیده سوده شما خسته ظالمی نو فرعون چپک نمیگه تو دست سوده ای او
бегун миллатҳои дигарро лат кӯб кардан, бара минтақата тоза кун, биза шикор кун, золима шикор кун, ҳамон бизае ки тра да амният месупора мебаранд, лата кӯбат менан, маибат менан, зиндонат менан. Биз ховайда бари занаш да хонаи гарм тра мефурӯшад, тра қатл зиндонат кайздант да азоб да зиндонӣ дисти биз пири хун. Душмани ягонаи ҳамин шумо биз бузғулҳоанд мардум. То мо якдигарро нашиносем, то мо одамои омадаи раҳмонро дар байни худмон нашиносем, мо ягон кор кардан наметавонем. Шикор кунем бизора, данира да амният, данира да участкавой, данира да военкомат, ҳамин бизои байни худтон метиҳанд. бадтарин одамо ҳамин душмани ягонаи шумо ҳамин бизи бузғулан раҳм накунед да ё бародаро, ё да шумо раҳм надоранд ку, и парво надорад ку биз тра мефурӯшанд, тра мебаранд, зиндон меан, лата кӯб менан, қатлат менан, парво надорад ку. Шумо чӯба хапа хомӯшед? Шумо чӣ ба мубориза намебаред барои ҳаққи ҳалоли худтон, барои номуси хоҳару модартон? мераи зиндон мешавед, мераи бегуноҳ. Результати кормандои амнияти омадаи раҳмон шидаиста, ё як бандитанд мардуми азиз, ё як бандитанд, ягон қонун надоранд. худтонро муҳофизат кунед. ё агар малаток бошанд, шумо бояд кувалд бишед. хеле ки ё удар мезананд шуморо, шумо ҳам бояд ҳамон хел удар бизанед. ақлта барои ҳаром кардан як духтари минтақаат, ақлта барои фанду фреб кардан як ҳамватанат, ақлта барои кидат кардан як ҳамватанат хушрӯ кор мефармӣ ку. ақлта барои муайян кардани биз, барои муайян кардани золим кор бифарм. мардак ша худкуши бегунапарвар шидагие ку. иқад беномуси паст шидагие. ҳамаро дидаисти сиёҳ аз сифед фарқ кардаистуде. инқилоб 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 ягон кор накардаистуде. инқилоб инқилоб ҳамин золимчакҳои байн то шумо аввал тоза кунед. ҳамин золиморо шумо задан бигире. як золими яки дигаш ки пагоҳ омад дар ҷои игариш наментари зулми залоратга дар сари шумо мегӯяд ки ин мардум қасд аммо золимо хона дар доранд, магазини корхона доранд, ҳамвора коре кунед ки дуд кунад ҳамон корхонаву заводошон. ҳамин ки бас ки накарданд, ҳамин дусе каса мешаванд, плана мекашед, муайянш менӣ, назарш мезаронӣ, рута маҳкам менӣ, планта мекашӣ, бехатари таъмин менӣ, ҳазобу фикр менӣ, медрои ғавҷалаш менӣ. мо ягон куштанда маслиҳат наметиҳем. кореш кун ки девола қабида раҳ бигарда. бас ки накард, аввал бисӯзун ҳамон молу мулкша. коре кун ки ҳамон молу мулк сарватш дуд куна. бас ки накард, баъд кореш кун ки девола қабида раҳ бигарда. касое ки золиманд, касое ки қотиланд, таҷовузкоранд, коргари военкоматае, коргари амниятае, ё бандитанд. миллати азиз ягон қонун надоранд. хубш ҳам ҳаст, хубош қади мо кор надорем. не ки чораи золимоша бинед. мераи бегуноҳ зиндон шида истода, результат шида истода, ё шуморо қатл доранд, тӯли 32 сол мешавад, пули хуни шумо қатъ ё зиндагӣ доранд, шуморо қатл доранд, пултонро мегиранд, мошинои беҳтарин қатъи 10 хонаӣ харида истоданд, зиндагӣ доранд. ту дар ҳамин муҳоҷират омадаи барои 100 сом харвори кор менӣ, дар таи латку, дар таи масқара, дар таи азоб, бо ано баландиҳо этажгоҳ уфтода истода, мурда истода. дар ҳамин 1 сол 6-7 ҳазор ҷавони тоҷик ҳаминҷа дар ҳамин Россия гироб қатъи Тоҷикистон рафта истодааст. то ки иққадр давом мена? ватани обод, ватани беҳтарина партофте омаде, хонаву дари хоҳару модар дар дасти коргарои омадаи раҳмон доде. занотон бисёриш уже коргарои омадаи раҳмон таваллуд карда истодааст. мераванд бе справкаву бе коғази бе документҳои хонаро ишон менаву қисташ менаву коргари давлат, коргари корхонаҳо, идораҳои давлатӣ. шумо ҳамчизора фикр менед мардум? зану хоҳаротон бесарпаноҳ гашта истода, 30 сол мешавад дар давлати бегуна ғуломӣ карда, туалети рӯса тоза карда, харвори кор карда истода. на нангай, на номус дар шумо. ақлт кор мена ку барои кидат кардани як тоҷики хурда. ақлт кор мена ку барои ҳаққи як тоҷики хурда хӯрдане ки
عقلت کار نمیکنه که یک چاره از ظالم بینی، یک خودکشی بدون پرست شدگی شما همه از دیده سعودی مرغی ترسونچه کشیدگی یک منطقه چورش دیده نمیتونی خیسته بسنی اومد رحمان انقلاب تا اول هم منطقه تا توزه کن از ظالم از قاتل تجاوز کن پلناتی دا کورگری و این کامات پلا میره و عذاب کورمین در روسیه میوی خرور کورمینی در عذاب داخنکی از کلت کوبو میوری پلا دا کورگری و این کامات دا چسکوی دا کورگری امنیت پدر کمینی کوی ننگ ناموس کوی آبرود برای هم 50,000 میره در روسیه مرده سودای نمیدون چی حالت وقتی روبرو میشه برای 50,000 تا جون تا در خطر میمونی در روسیه یکی بومی هم پلاپو پدرکه میده همی کورگرو ایمال رحمان ناتی پل مبارزه بر ظالم قاتل امینتقد معینش که نظر بگذارونش انالیز کن دیده برا خونه و در مال ملکشه زوال چه کارخونه شه کاری کن که دود کنه او رامه گوسفند دارن با گو مال دارن زهر دولوش بتی که بس کی نکرد بعد دو سه کسا میشه چورش همه بینی کورش میگه دیول قپیده رفت گرده انتری کدام گیره بس مینن دیگه از ظلم ظالمی را دست شما برادر سلامت باشه اگر اجازه بشه صحبت و دیگه برادر حوزی یک سیکون همی کم دیگه گپ زنم بعد همی چی کار نمینه مردم تاجیک دیگون کس نباید بگیم همی گفتی مردی همی چی کار نمینی عمل کردن تا مبارزه بودن تا همی خودت بدونی خدا بدونه نگفتی به تشویش خوی یگون کس ترا نمیوه یگون کس ایت خبردار نمیشه نه برادر تبگو نه زن تا نه جورای جونی تا نه پدر مادر تا خودت بدونی خدا چی کار نمینی اما این کسایی که شما را ظلم و ضلالت کرده یک بندیتن مردمی عزیز اومد رحمان میگه که سلا بیاره ببینه یا رفته کلای شما را برده سودن شما را قتل کرده شما را رزولتت کرده برای پگان برای 4 پل شما را قتل دارن با خون شما زندگی دارن طول 30 سال میشه و مبارزه بر زندان نشه ناموس خواهر مادر تا محافظت کن ای بچه ننگ ناموس داری داد میزنی همون زنای شما همون خواهر مادرای شما همین مردای تاجیک خواهر مادر و زنای شما نفرت دارن همین شماره مرد همین شماره برادرها همین شماره پدرها همین شماره شوهرها که همین زنای تاجیک اوج نفرت دارن نه که میترسن در قایل شدن که طلاق شما نه که میترسن که لطکوب شو نکنه برای آن این چیز قایل نمیشون روی بناموسی شما را که همین زنا نفرت پیدا کردگین ای شما همین زنکو بد شدگی دیسکاتک در روستایگه فوتبال گشته سوده خروری وقت صرف کرده وقت برای ظالم معین کردن وقت برای بزن معین کردن صرف کن یک کاری کن که منطقه داده یک فایده بیاره یا بهبودی شوه شکار کن میگم در شما ظالم قاتل تجاوز کنه یا اگه قانون ندارن در شما اجازت های وقتی که ایو شما را روی روز قتل کرده ایستادن تمام قانونهای دنیا در شما اجازت میتین مردمی عزیز محافظت کننگ ناموسگری همه کنه اگر دودوی کرده هیچ که با دود نمیرسه یا همه یا جویان یا همه یا قاتلن در بین یا خوبش هم هست خوبش قطعی سر کار نگیری نه که چاره ظالم شد چاره تجاوزکار شد بینه باید چیزی دیگه از زور نمیرسه یکون کار کردن نوم فامیل قاتل تجاوزکار را بگی ای منطقه نوم فامیلش را بگی یا گوگل اکانت هایی که یوتیوب کانال هایی که در این کانال های مخالفه بدرو ای نومش اومال رحمان دیکتاتری خونی و تنفرش قاتل بنویس همو ای بالا میان میبرن دف میرن همین تری ظالم کار ای نومشو هم خیلی بنویسه یا بار همی شما عمل کردن در بگذاری اوجه خود در کلت اومدن میگیره هر چیزای نو هر پریامای نو اول همی یه حرکت کنی شما اول همی یک عربه را تیله کنی هم زودید میشه دیگه رفتن میگیری پریامای نو اومدن میگیره همی هر سپر توی مردم تاجیک همی برادر حق اگر اجازت اگر دیگه نیم ساعت شد خارج شیم دیگه صحبت یک کسی دیگه کسی دیگه اومد اون دیگه خارج شیم یک سکند دیگه دست خانگی بگم برادر دست خانگی بگم تمام
ما هم میترسیدیم، تا حاضر ما هم ترسیده ایستادیم، نه که ما عمل کرده ایستادیم. آدم ساق سالم میترسه همه وقت برای جان، برای سلامتیش، نه که عمل کردن در کار. این همون دروازه ظالم ده یک توف که یک شتاب زن ده همون دیوالش مبارزه همون سر میشود. میترسی همه وقت برای جان، برای سلامتیت، نه که محافظت کنی. باید ناموس خواهر مادرت، خانه و درت باید محافظت کنی. میدونم که میترسی، ما هم میترسیم، نه که ترسیده با هم کار نکرده ایستادیم. او الله اوجه گذشته ایستادیم. برادر را بکنه التماس. ما او کارگرای خوبش قطعی با انصافش قطعی سر کار نگیره، فقط همون ظالم قاتل تجاوزکار که همون که پلتون هم میکنه، همون که ظلم تو منه، همون را شکار کنه التماس. به طرف نباشه. زنده و سلامت باشی برادر. تشکر برادر. خوب، تشکر زیاد. زنده و سلامت. امیدوارم در برنامه دیگه بدون این صحبت کنیم. تشکر برادر ان شاء الله. برادر سلامت باش. و برادر یک نفرم جا نامش نوشتگی است، بسیار نامی چی نوشته، گفت صحبت خیلی دست بالا کرده. بفرمو. سلام علیکم آقای وایدلو. و علیکم السلام. امیدوارم که خوب صحت سلامت هستی. بفرمو برادر. به خدا آقای وایدلو این برادرم بعد سخت چند برسه رنگ همون خدرامتی خولی موری یک ساعت چید گاب دیسه رنگ ما یک گوز یوخی که جو تا آدمی تا که جو خط حق میمونی تا مردی ببرو روی اکران گاب زن اوشکورو رنگ گوز وری ببخشش زیاده بردار وایدلو. بخشش مشکل چی در کار میکنه؟ یال از صبر کن. یک نفر که برمده از درجه جانش در خطر گذاشته صحبت میکنه، ولی فرقی نمیکنه بوسادو غیر از صدو میبره صحبت میکنه. شما چگونه از خودتون به خودتون اجازت میتین یک از دیگر تاخیر میکنه؟ خب گوش کردین نه ببین شاید در شما پسند نباشه. یک گل در یک از پسند است، در یک از دیگه نیست. یک دختر در بچه پسند است، یک بچه در پسر پسند است، در یک از دیگه نیست. یا نمیشه یک حرف یک از تو پسند باشه، شاید در من پسند بود حرفیمو. مثلا ببین همین دین اسلام ما مسلمانیم با کافرها و دیگر کسایی که دیگر ادیان با اونو پسند است، نه او پسند نیست. یک چیز به کس پسند است، به کس پسند نیست. چی در کار تاخیر کردن همون مسئله؟ برادر بدلو ما رنگ خودم گفته سما رو تاخیر نکردم. رنگ مثل مور یک گوزه یوخه. با چی خاطری گپوسم؟ با خاطری که با خاطر گوش که برادر دیودا با خاطری که آخه 1 مینوت معنی داشت گپ 2 مینوت معنی داشت 3 مینوت معنی 20 مینوت 25 مینوت مردم دائم ججده دور میام ما هم رنگ امور یا مبارز خود همچنین اوز مبارز این بخو برادر درد دل داره خی نفهمیدم. او درد دل داره برادر گپ 1 مینوت معنی داره 2 مینوت معنی عصبی شما خراب نشده بده. آفرین بر شما بخدا قسم که گوش میکنی خیلی واقعا مبارز دیگه خودت برادر بخدا قسم گوش میکنی صبر میکنی. برادر وایدلو ما یک چی بگم سری موضوع برادر سری موضوع میزگریم برادر سری موضوع میزگریم. ما کوتاهش میگیرم. یگانه راه انقلاب میدونی چیه برادر وایدلو؟ تمام مخالفین مبارز یعنی که مخالف رحمانوف فقط یک راه داره که فقط مردم بچه را دعوت میکنی. بخدا قسم نه سوم در کار در مبارزه نه یگون بگیم که عروج در کار یگون چی در کار نیسته. بچه خاطر با خاطری که نفرتی مردم بالای رحمانوف زیاد کردن در کار در کشور. تمام یگونه رو همیه نه آدم بکو نه آدم ها را روسیه بگی بر نه ازبکستان بگی بر یگون جو بگی یگون جو نه بر برادر رو بجدو. فقط اگر ما به چهره مردم دعوت کنیم مردم شجاع کنیم مردم آشکار دعوت کنیم والله قسم میخورم طول 6-7 ماه انقلاب میشوه. اگر نه فراموش نکن برادر رو بجدو خطا یه روز نه روز خطا یه روز نه روز برادر محمد قبوله یا اینکه برادر المز دیگر را همچون یک تک گلچین میکنن مثل دیگر مبارزه نابود میکنن. این را فراموش نکن. یگانه راه انقلاب فقط با چهره دعوت کردن مردم های تمام دیگر راه نیست برادر. این را فراموش نکنین بخدا قسم. همچنین این مثل یک تشمه خدم به غیرتم نمی پشتی پرده ما میبرم برای آشکار فقط یه راه قطعی کدام وقت شنیدم ادعای تمام مبارزین که همه با چهره
والله قسم بخورم این همه در اینجا تفعال نیستم با چهره میبرم صحبت میکنم خود در جای هستم نیستم به خاطر چی؟ به خاطر اونی که یک از به چهره دعوت میکنه یک از میگه که هم مخالفین دهنه زدم یا تش میگه که ای نبرو میبرن محکمت میکنن میبرن او پوسکای بر محکم کنم پوسکای 10-20 هزار روده محکم کنه بچه خودی میگم میگه به خاطری که نفرت مردم زیاد شد بالای رحمونوفی بدبخت فهمیدی برادر ایره باید واقعا شما درک کنین این گپی مرا این گپی ما این پروست تگ نفته سمکه الله نگهبانتون باشه اگر ندرست باشم بود گپای مرا وقت باید کنین توضیح میتیم شد زنده و سلامت باش برادر در امان خدا برادر در واتساپ زنگ زدیم بفرمایید برادر علیکم یا بار دیگه با همه برادرها با همه مخالفا با همه برادرهای بیرون از وطن همون برادری که کم تر پیش سخن گفتن همون برادر بسیار گپ‌های خوب گفتن که بسیار پلان‌های خوب کشیدن که ما باید همه خیلی جوان مرده باشه که کم تر با ما خیلی سویت‌های خوب بتر که در مسئله کس گفتن که در هر یک مثلا در هر یک منطقه که شما زندگی میکنیم همونجا شکار کنین همون حرامای ابله بسیار گپ خوب گفتن بسیار برای ما برای ما یک درس شید مثلا برای ما برای خودی من یک درس شده که همین جایی که من استقامت میکنم پره هم خیلی بز حرام خوره هم خیلی آدم پره ما خیلی من نمیگم ایتیجوی هم نه که ما خیلی برادرو باشو هستیم که ما میخواییم که این پلانا را اجرا کنیم که مثلا برای ما کم تر چی در کار است مثال چه بگم باید ما هم دیگر ما خوب بفهمیم که مثلا در بین ما بز نباشه در این هستم بچه ما بسیارن همون طرف بسیارن انتظارن که همین یکان مجاهدای ما مثال یک هم ترک بجمونن یا بدوری کنن که ما تیاریم ایدورون ما لگوی وریمه تیاریم برای ما یک کم ترک بدرویان یک کم ترک بجمونن من باری اول از زنگ میزنم که بخشش کم تراوزا میرزن نه مشکل نداره درست خیلی کردن همه ما میترسیم که والله قسم خواهرای ما زنای ما اپای ما را تجاوز دارن والله قسم اگر ما نخیزیم ما ناموس داریم که ما از الله میترسیم نه که از مردان هم خیلی جون شیرینه بله میترسیم نه که باید ما نترسیم مثلا ای مخالف این جهاد میگن جهاد نریم با سوریه و بعد این جهاد در درون خودمونه جهاد فلسطین جهاد ما باید ای خودمون سر کنیم ای وطن خودمون از ما وضعیت چو بدتر اوخه در تاجیکستان از وضعیتی که در تاجیکستان است در همون فلسطین نیست اگرچه در فلسطین جنگ است ولی اوضاع‌ترن ما بدتر به خود گپ زدن حق هیچ گفتن نمیتونه در درون کشور از حق گفتنش است حق هیچ گونه هیچ کار کردن نمیتونه فرزند به مسجد بردن نمیتونه ولی بکو والله قسم برادرای ما جهاد در درون تاجیکستان ما لیش نامه خدم ما که از پیش میگم زد لیش نامه خدم ما کرا اما گپای ما که ما تحصیل کرد بله ما اینجا 3-4 نفر شدگی ما تحصیل کردم یا درس شد برای ما ان شاء الله به نزدیکی به توی سوار میگردیم ای برای ما یا درس شد 100% بعضی حالاتو اکنون این کاری زورواری است ولی در بعضی حالاتو باید از ناموس دفاع کرد اگرچه اون ضرر هم برسونه از ناموس دفاع کرد همون روایتی مشهور است که یکی از مسلمان ها زن مسلمان ها را یک بدین ضربه میزنه یکی از اون صحابه کرام میخیزد او را به قتل میرسونه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم یکی این شهید شدن ولی بعضی حالاتو دفاع کردن از یک ناموس و مخصوصا در تاجیکستان امروز به خاطر مثلا همسرت وقتی که بیرون میره همسر تا روسریش دختر تا روسریش از سرت میکشن من فکر نکنم یک جوان مردی چون این چیزا پذیرش داشته باشه و واقعا حالات سخت به من میاد که بعضی حالاتو بعضی ها را باید در جاشون من یک نمونه مثال آشکار را میگم اگرچه این چیز شاید چیزی ضربه زننده باشد ولی من یک چیز مثال براتون میگم ما در ناحیه رشت من خودم که از ناحیه رشتم تا سال 2010 تا زمانی که علی بیدک زنده بود ما یک زن سرلوش در رقد کوچه نمیدیدیم البته اون روی مولای تاجیکی بودن ولی زن سرلوش نمیدیدیم فاحشه خانه یا فاحشه نمیدیدیم
و این چیزها زمانی پیدا شد که در منطقه کاملا حد امکان همون مجاهد اخیر، همون کسی که عاقبت یک علاوه چشمی همون منافقین و فسادکارا بود از بین برده شد. بعدا اینا پیدا شد. به همین خاطر حاضی دیسکوتک خانه هست، مثلا مشروب همه چیز با تمامی هستش در اونجا هست. خب همه کارا امروز انجام داده میشه. به همین خاطر بعضی حالتها ترسی از یک انسان جسور میتونه دیگرها را بترسونه، کمی دیگرها نکنه. فکر میکنه در گذشته اگر مثلا علی بیدق نمیبود مردم مثلا همون خیلی بیا روی مال یا که بدون همون فساد میگشتن. نه البته، یعنی ترسی او باعث کرد که بعضی حالت ها انسان ها احتیاطکار شوند، مثلا ظلم نکنند. مثال آشکار مثلا همون گنرال روس مثلا سال 2009 به غرم رفت، میخواست که عدل اونا رو ببنده، او را مثلا از اونجا بیرون کرد و گفت برای شما کیین که برای ما دستور میدین. بله بعضی حالت ها یک تعداد چیزا رو سر راهش نگیره. یک روز یک جوان برای من زنگ زد در ناحیه ایرج، گفت یکی از پلیس ها در قد بازار گفت یک خانم گفت روی مالش کشید و همه مردم در ناحیه ایرج نگاه داشتن و حرفی نمیزدن در قد بازار، در حالی که سال 2012 بعد از اونی که علی بیدق سال 2010 کشته شد، بعد از سال 2010 شروع شد کنسرت ها در باغ زیاد شدن. یک سال 2012 تا اونجا رسید که همین ولی جان عزیزی آمد در میدان سرود میخوان، یک دختر آمد براش یک گل تحفه کرد و از همون بری روی ولی جان عزیزی یک بوسه کرد. این چیز مردم به غضب آورد و کنسرت ها با همون تمام شد دیگر. بعد از اون چون مردم نمیخواستن به فساد ببرن و این باعث گشت که مثلا مردم همه بخیزن بزنن، مردم گریختن دیگه، پلیس ها تا نتونستن این کار را انجام بدن. ولی به هر صورت یعنی مردم هوزی در ناحیه رش اگر یک اون کس همین کار بکنه که عین حال میکنن، هم سراینده‌ش هم دیدیم رفت رقص کردم، امروز دیدیم دیسکوتک هم هست، آیا یگان کسی میخیزم خیلی ناموس بکنه؟ چرا؟ چون ناموس و اعتبار مردم را، شخصیت مردم را، هویت مردم را از بین بردن. سببش در چه؟ سببش در اون است که ما کسانی که جرأت داشتیم، قدرت داشتیم، ما کسانی که نترس بدیم، این همین فساد مال دنیا، این همین ضروریت امروزه ما را مجبور کرد که بترسیم بریم پشت پرده و دنبال کارایشن که سزاوار ما نیست. فکر میکنیم که نه زندانم جای بیناموسا و جای مثلا دزد راهزنان نیست، زندانم گاه وقتای جای جسورترین و پاکترین انسان هاست. حضرت یوسف در زندان تقریبا عمری 10 سال تا 12 سال خود گذراندن. هزارها بزرگوار امروز در زندان نشسته است به خاطر آزادی و اعتبار این ملت و ناموس این ملت. پس بعضی حالات ها خوب است. زنده و سلامت باشه برادر عزیز. اگر تو آخر سخن یگان چیز گفتنی باشه بفرما، وگرنه خداحافظی کنیم. در آخر برادر با برادرای تاجیک با برادرای مسلمان اول با برادرای دیوس نه، اونا اول برادر هم نیستن، با برادرای مسلمانی تاجیک که سینه میزنن که ما تاجیکیم، با اون برادرها گفتنیم که برادرها، اما برادری که گپ زد بسیار پلانای خوب کرد، بسیار گپای خوب گفت. همه هر یکی ما میتونیم که یک نفر یا دو نفر همین برادرایی که دوستی خودمونن همین بزرگ همین حراما را یک تا یک بین یعنی ما کنیم جهاد. والله بالله تعالی این جهاد است، والله این جهاد است. کسی که به ضد قانون الله است، کسی که خواهر زن ما را تجاوز داره رو ما رو میگیره یا که لباس میکشه میگیره، والله قسم تجاوز است، این جهاد است. به ضد او بکوین حدیث بکوین قرآن بخونین، در همه جا هست این چیز. مثلا این روشا در یگان جای بدویش نیست، هممون میدونیم. زنده و سلامت باش. تشکر برادر ازن، خدا نگهدار. خب برادر عزیز، اینجا چند برادر دیگه پیوست شدن. من خیلی خسته شدم ولی کوتاه کوشش میکنیم چند برادر دیگه را پیوست کنیم و بعدا خورجیم. مگا 63 بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز. بفرمایید برادر. عبیدالله حضرت خوبی؟ تینجی سلامتی خوبم؟ خدا را شکر الحمدلله. شما خوب هستین برادر؟ تنسیت سلامت هستین؟ بکران الحمدلله الحمدلله ان شاء الله. سلامت باشید. فرمایید برادر. حضرت برنامه را در کدام مسئله شروع کردین؟ کمتر بیان میکردین. من در سه موضوع صحبت کنم برادر امروز. یکم مسئله ما در مسئله مشکلاتی
لایک صحبت کردیم که با اساس لایک چندین نفر را محبس کردن. سال 2018 قانون قبول کردن که هر کسی که لایک بگذارد زندان برده می شود و بالاخره سال گذشته در آخر سال امام رحمانوف دستور داد که دیگر به اساس لایک و نظریات کسی را زندان نکنه و بالاخره این ماه یعنی هفته گذشته پارلمان قانون قبول کرد که یعنی باطل کرد این قانون قبول شده را و دیگر اشخاص را به خاطر لایک و یا که نوشتن تنقید باید زندان نکنن. و در موضوع دیگه ما در مسئله مشکلات زمین لرزه و اون چیزی که با کمک با دستور امام رحمانوف به ناحیه رشت ارسال کرده شد ولی مردم کمک رو دریافت نکردن، در این مسئله صحبت کردیم. و موضوع سوم در مسئله مهاجران مهنتی که اون لیستی از 20,000 دیونبوره تمدید کرده شد به چند وقت دیگری و مسئله دیگه مرز جنگ اوکراین و روسیه و این مشکلاتی مردم تاجیکی متاسفانه به هر روی و این جنگ برده میشوند و در هر جنگی مردم ما کشته میشن. این مسئله را صحبت داشتیم برادر. بهترین یمکن این درجه حضرت شما خوبتر و بهتر میدونین الحمدلله که ای دین اسلام آگاه هستین. همه چیز رخ دادن همه واقعه همه حالت ها در شخصیت اولین درجه ای حسابی بیسوادی می شود. بله. ای سال 2009 اسمش بگیریم 85% مردم تاجیکستان بیسواد شدگیان. یعنی چه بیسواد شدگیان؟ وقتی که بالای قدرت یا که مثالش میگیریم اگون کارخانه در اگون رئیس یعنی که اگر که اون شخصی بیسواد که باشد یعنی که اگر کارگراش هم که هرچندی که بسواد که باشند رفته رنگ همون گمراه شده می روند. یعنی که انسان بیسواد اما خودش واره مردم بیسواد میکنه. وقتی که هم نشینی بد کشیدی بد میشه، هم نشینی خوب کشیدی خوب میشه. همین انسان رنگ میگیره. و مسئله غریبا را یعنی که 35% مردم غریب بسیاری قانون‌هایی که یعنی که دولت روسیه برقرار کردگی است به ضد همین ها ای پشت همین خود دست خودشون هستند. به چه خاطر؟ به خاطر که یعنی که همین فرزند تاجیک وقتی که مکتب که بود میکند روسیه میآید و بسیار یعنی اویلهشون قدیمی بیان، پدر و مادرشون قدیمی بیان و والدین ای پس همون فرزند یعنی که ای پی تربیه همون که نمیشوند و بیسپریدل شده میروند. بسیار واقعه ها میشود، بسیار جنگ و جنجال ها میشود در جاهای جمعیتی. یعنی که کارهای ناشایع میکنن، یعنی که کارهای میکنن که همین مردم دا نمیفورن. به همین خاطر بسیار یعنی قانون های سخت برآمدن ای همین حساب بسیارش و میگن که چرا که بالای ملت تاجیک همین طرز ظلم میکنن دیگر بالای دیگر ملت نی. بینین برادر عزیز همه گناه ای پشت خود مونای. کن یک سوال بیارین که کدام بلاگر تاجیک یک عملی بسیار همش نی همون هایش که فقط گناه آشکار میکنن همون ها کدامش یک استوریای تاجیک برآمدگی یعنی که قصه کردگی بیان کردگی در همین شبکه های اینترنتی که پیش سرگذشت تاجیک همین طور بود. فقط چیکار میکنن؟ میبینن یک زن یا یک مرد یگون جنایت میکند در حال سینما میکنن در اینترنت پرتویان یک خیلش میگه که ای دیگر ملت ها لوزی ما را نمیفهمه وای میکنیم هیچ کار نمیکند ما را نمیفهمن. نه حاضر در توا ترقیات پیش رفتگی است که ویدیوی تو تاجیکی قطعی گپ زدهسی میگیره همون پیریود میکنه اراسی قطعی با لوزی خودش تماشا کردنش میگیره یا میگه بین که
тоҷики хича яъне ки ҳаминтавр пас мезанад. пас чикор бояд кард? ҷои нозуки тоҷик ҳамине ки ҳамин тоҷик имена тоҷик ҳамин мо тоҷикора ба як қанд фан мекунанд, ба як пичоқи қанд моро фан мекунанд. бинем ки дар дунё баъди халқи араб дуюмин халқе ки беҳтарин шахсиятҳо дар пешгоҳи парвардигор ҳастанд ва дар пешгоҳи ҳамаи махлуқот ҳастанд, ҳамин халқи мусалмони ҳамин тоҷики форзабонай. история, агар мо историяи худмонро бихонем ки чӣ история доштем, урус худаш ҳеч ка набуд. урус история надорад. урус замину миллат надоранд. то соли 29 сарзамини Россия ай мардуми яъне ки Средни Азия буд. лекин ай сабаби баъзе инсонҳое ки аҳли фаҳм набуданд, партофтан ҳамин заминаву хестан рафтанд. ва масъалае ки яъне ки сатру ҳиҷоби занҳоро ай саршон мекашанд ё ки риш намемонанд дар Тоҷикистон, ҳам гуноҳи кормандои органай, ҳам гуноҳи халқай. нигоҳ кунед ҳазрат ки ҳозир чунон мардум гумроҳ, чунон мардум ай ислому ай Аллоҳ дур шудагӣ ҳастанд ки либос ба бар мекунад зани мусалмон. валлоҳи қасам ояти Қуръоншам бихон, ҳадисҳорам бихон, дар ягон ҷо намеёбӣ ки яъне ки ҳамун тарзе ки ҳамун либос мепӯшонад ҳамун дуруст бошад. мардуми тоҷик пашти 100% ҳамаш ҳамин либосҳоро ба бар мекунад. дар исломи тари либос нест, дар исломи тари ҳиҷоб нест, ё ки тарзи риш монданад. бисёрш просто ҳазратҷон узри зиёд, ҳамин як шахс омад вақти намози шом буд. гуфт ки намози шомо бихонем. гуфтем хуб шуда, рафтам масҷидро нишон додем. гуфтем хай бародар тоҷики худмон буд. гуфтем хай интизор шав, якҷоя бихонем. гуфт ки ман ҳамбалиам. набинем ки бесаводи одама ай пушти ин ҳамин тавр бесаводо, яъне ки ба ҳамин хотир моро намемонад дар Тоҷикистон риш монда, моро намемонад суҳбат карда, озодона суҳбат карда, намемонанд ҷавонҳоро масҷид рафта. ба чӣ хотир? ай паси ҳаминора, ай паси ҳамин амалҳои ҳаминора ки чӣ ҳамбалӣ бошӣ, чӣ шофиӣ бошӣ, чӣ дар мазҳаби имоми аъзам бошӣ, мазҳаб ин яъне ки ҳамаш тибқи ояти Қуръону суннати пайғамбар гирифтагианд. ягонташ ба ғайри Қуръону суннат гирифтагӣ нест. лекин назар мекунӣ бисёри ҷавонҳоро ҳаминҳо гумроҳ кардагианд. баъд сабаби асосӣ падару модарай. сабаби асосие ки ҳамин миллат ба ҳамин яъне ки ба ҳамин зулму ситезаи давлат гирифтор шудагиай, ҳамаш ай пушти падару модарай. тифл 4 сола 5 сола кӯдакай дар дасташ телефон метиҳанд. ҳамон дар дасташ телефон доданда як илм ба ҳамон таълим мете ки фарду рӯзи қиёмат парвардигор айто мепурсад. ҳамон фарзанди ту пеши парвардигор шикоят мекунад ки чаро ки дар дунё мана ҳамин амалҳо ва ҳамин корҳоро таълимам надодӣ. метиҳанд дар дасти телефон. вообще на ай дини ислом, на ай дини яъне ки чӣ огоҳ нестай. на давлатиша медона, на исломиша. мактаба мерава интернет, хона мебиёя интернет. асоси ҳамаи ҳамин бесаводии мардумай. агар мардуми дӯсти гиромӣ, дар умум савод як масъалае аст ки дар замони имрӯза танҳо ба мардум тааллуқ надорад. савод дар замони имрӯза тааллуқ ба ҳукумат дорад. мо дар замони давлатҳои исломӣ ё ки дар замони масалан ҷамҳури шӯравӣ мо метавонистем бигем ки ҳукумат муаззаф буд то ине ки кадр бисозад ба хотири масалан ҳар ҳизб ёне ки ҳаракат падару модар чун вобаста мекардад. масалан ҳизби ҳамун
حاکمی که در گذشته در زمان شوروی بود یا در زمان دولت های اسلامی اونها خودشون آماده می ساختن به خاطر خودشان که به خودشون کار بکنن، ولی در عین حال این طور نیست. در عین حال حکومت موظف است تا اینی که برنامه درست را بکنه، تا اینی که فرزندت درس بخواند، فرزندت مکتب برود. اگر در مکتب درس درست نتیهد او فرزندت یاد نمیگیرد، چون تو حقی نداری فرزندت رو امروز خود درس بتی. در امروزهای تاجیکستان تو حق نداری. یعنی تو بخوای که مثلا فرزندت رو ببری در یگان مدارس دیگر بگذاری، مدارس دینی، مدارس غیره، میآیند را جریمه میکنن. پس امروز حکومت موظف است تا کادر و جوانان آینده را بسازد. در مطابق خودت بود در بالا ذکر کردی که امروز جهل حکومت میکند در تاجیکستان. وقتی که جهل در تاجیکستان حکومت میکند، مردم هم جاهل میشود. چون در عرصه حاکمیتی ما کسانی نشستند که تفکری دینی، تفکری سیاسی، تفکری فرهنگی و علم دنیوی برخوردار نیستند و هر کاری را که میکنن ضرر میرسن. مثلا خود امامعلی رحمانوف کجا خوانده است و کجا تجربه دارد که بیاد راهبر یک کشور مثلا با نفوذی که او از دیدگاه فرهنگی نفوذ قوی دارد؟ مثلا صحبت خود امامعلی رحمانوف را چند مرتبه بیا و گوش کن. واقعا در همین زبان تاجیکی توانایی سخن کردن درست را ندارد، چی برسد حالا با دیگر زبانهای خارجی که صحبت میکنن. مهم نیست که زبان خارجی میداند نمیداند، مهم که در زبان مادری ما نمیتواند آزادانه صحبت کند. حتی با همین صحبتایی که میکند هزارها غلط دارد. یعنی در تنها در دانش زبانش اینی غلط های زیاد و ناتوان است. حالا چی برسد؟ یعنی جاهل است. چی برسد با اون علم های دیگری که او داشته و نداشته باشد؟ پس ما چگونه میتوانیم از خود یک جاهل کادر بسازیم؟ مثلا مثال چه میگیریم؟ خودت مثلا رئیس جمهور و سواد کافی و دقیق نداره، آیا میتوانیم مثلا که ده ها با سواد دیگر را مثلا بیاری در او ساعت در روزشون در 10 جای دیگه جای کار بدی؟ او فردا جای تو را میگیره. او با سواد، او مهر و محبت مردم به خود جلب میکنه، این بهتر رشک ایجاد میکنه. ما انسانیم، همه مخصوصا بیسوادان جاهلان نمیخواهند که یک نفر دیگر چیکار کنه در کنار تو بیاد با ایتو بالاتر و محبوبتر و مشخص یعنی بهتر باشه. این چیز جاهلان نمیخواهند. جاهل رشک دارد. یکی از دانشمندا بسیار یک نقطه خوبی میگه در گذشته، یعنی وقتی که حرف برای ملت تاجیک و مردم تاجیک میرفت، میگه که در گذشته مردم می اومدن کوشش میکردن که زبانی دقیق علمی را بیاموزن و با عالمان و دانشمندان سیاستمداران صحبت کنن. و امروز در تاجیکستان برعکس شده است که دانشمندان میان زبان کوچگی را یاد میگیرن تا با مردم صحبت کنن. امروز بیشتر علمای دینی کوشش میکنن با زبان کوچگی صحبت کنن، عادی که مردم بفهمه. من همینجا وقتی در زبان ادبی صحبت میکنم، بعضی هم میان میگن با زبان کوچگی صحبت که تا مردم بفهمه. یعنی وقتی که میخوایی، یعنی اگر سختی بد شوه یا که به اصطلاح روزی گروه بد هم شوه، به این هر باید به این اصطلاح بیایم برسیم که امروز عالمان مجبور شدن خود را بیاین در سطح جاهلان برسانند تا با جاهلان صحبت کنند. و جاهل امروز چیکار کرده است؟ عالم رو مشغول زندگی کرده است که مثلا یک دانشمند امروز توانایی تحقیق کردن نداشته باشه. مثلا ما یگان پژوهشگاه تحقیقی در تاجیکستان داریم که مثلا 100 عالم نشسته باشن و از جانب دولت حکومت معاش بگیرن و تمام هدفشون کار کردن در ساحه علم باشد، غیر از این کاری نداشته باشن. یکی از دانشمندان قوی همین تاجیکستان، عبدالقادر رستم، هزارها کتاب نوشته است. یک دانشمند خیلی قوی است، بردن زندانش کردن. همین نوع با سیاست هم کار نداشت، گاه تنقید میکرد. شاکرجان حکیموف، یک از دانشمندان قوی همین کشور، چیکارش کردن؟ بردن زندانش کردن. اون ملا سراجدین از اول اومد واقعا دعوت قوی میکرد، اخیر گرفتن چیکارش کردن؟ بردن زندانش کردن. در زندان هم زدنش، شکنجهش کردن که برمد یک چاپلوسی حکومتی شد.
با جای اونی که میموندنش تدریس میکرد، دین میوموخت، چیکار کرد؟ فقط گفت که فلان داملو بریش بود، حقی پیش دور اومدن رو نداشت در زمانی که من در اوجا بودم. خب دین هم همین را میگه دیگه. برای همین کار بردن زندانش کردن که چون داملو اسماعیل یک از داملوهای قوی و نزدیک کمیته دین است و با حکومت نزدیک است، او را تنقید کرد، بردن زندانش کردن. یعنی به همین صورت وقتی که ما میگیم امروز مشکل نه تنها در مردم است، مشکل در حاکمیت است. اگر که این اشخاصی که امروز بیداری دینی، بیداری اخلاقی، بیداری سیاسی دارن و نخیزن، همین حکومت از بین نبرن و دانشمندان رو به سر قدرت نیاین، ما نمیتوانیم این ملت از این بحران نجات بدیم. مثلا اگر همین ملت عین حال بیاد درس بخونه مثلا برای خودش کوشش کنه، خب همه این ملت کوشش کردن نمیتواند. ساختار مهم داره، یک در انفراد شخصی نیست. تو نمیتونی تمامی مثلا یک خانواده‌ای که در جنگ شهروندی، بعد از جنگ شهروندی اومده است، پدرش در مهاجرت مهنتی، مادرش تو خط در تاجیکستان، چگونه همون فرزند تربیت کنه درس بخونه؟ سواد ندارد. بیشتر مادرای تاجیکستان سواد نوشتن خوندن نداشتن. چگونه او فرزند تربیت کند؟ پس باید در حکومت کسی باشد که اینا را مثلا مهاجرت. اگر یک حکومت عاقل داشته باشیم، ما یک دیپلمات قوی داشته باشیم، آیا ما نمیتوانستیم از همین مهاجران مهنتی امروز دفاع کنیم؟ آیا کراکو سیتی را ما همینطور به دست روسیه میسپاریدیم که نه برید هر کاری میکنیم شهروندای ما رو برای زندان کنیم؟ او یک دیپلمات قوی می بود، اگر یک عالم دانشمند می بود، می اومد گفتگو میکرد. یا اینکه ما پتن میسپاریدیم، انداز میسپاریدیم در روسیه، دستم یکم دیویزا در تاجیکستان از گه میخره در اینجا. اگر یک دیپلمات قوی می بود میگو بیا یا 201 دیویزا تو ببره، یا اینه که بیای مهاجران ما باید بیپل کار کنن در اونجا. شما بوج برای ما پرداخت نمیکنه برای کسانی که در تاجیکستان میسن از شما، چرا باید ما پرداخت کنیم؟ هزارها مسائلی است که ای از اونجای سرچشمه میگیرد که ما امروز آوردیم خودمون با اونجای رساندیم که حکومت گرفتیم در دست جاهلا دادیم و از جاهلا طلب داریم که برای ما علم بیاموزه. و جاهل نمیتونه برای تو علم بیاموزه. بیگ سبو برای تو چی میاموزه؟ نوردین سعید برای تو چی میاموزه؟ رئی وزیر معارف لاتکوباتسیا گفت چی گفت نمیفهمم. آخه اینو نمیاموزن برای ما و شما هیچ چیزی. پس مسئله دانش و علم این مسئله حاکمیت است. حاکمیت در امروزه طرز دولتداری تاجیکستان باید حاکمیت تغییر پیدا کنه که علم به مردمش کار میشوه، دسترس میشوه. اگر اینو اگر از 100 کنن علم در تاجیکستان پیشرفت نمیکنه. اگر 1000 کنن همین رحمانوف تمامی تلاش بکنه علم در تاجیکستان پیشرفت نمیکنه. چرا؟ چون فساد در خانواده مال رحمانوف است. ساحه معارف یک از فسادترین ساحه جامعه تاجیکستان است. علم با پل، مثلا خودت علم با پل بخری پیشرفت میکنه. هزارها دانشمند دانشگاه امروزه تاجیکستان، کسایی که معلمان، اونا کی هستن؟ کسایی هستن قبلا با پل خریدن دیپلمشون و امروز میفروشن. این نمیشه به این گونه پیشرفت کرد. پس مسئله را نمیشه گفت یک کس برای درس بخونه. چرا درس بخونه و زمان با پول خریدش میشه؟ این را باید حکومت تغییر داد. به مسئله مردم، بله گناهگاری مردم در اینجا است که خاموشی را اختیار کردن. نه در اینه که درس نمیخونن، خاموشی را اختیار کردن. خاموشی را اختیار کردی به این جامعه میرسونه. اگر همون حاکمیت اگر که اهل فهم و سوادها باشند، بله یعنی که خوبتر و بهتر می شود. لیکن ای وزیرش سر کردگی تا همین پایان آمدگیش همش بی سوادا شدگین در سر وظیفه، یگان تاش سواد ندارند. بعضیش نام خودش نوشته نمیتوند. 100%. گایش که در راه ایستادگی پروتکل، وقتی پروتکل نوشتند امرای برش میگه که اینجا چی بنویسن این پروتکل؟ آخه اول نوشتنش ای سرش بمونه، حرف زدن نمیتونه، با تحقیر با حقارت صحبت میکنن. در اداره دولتی امروزه تاجیکستان میرن، مخصوصا در پلیس حقارتت میکنن، با حقارت صحبت میکنن. هیچ مفکوره و تفکری صحبت کردن ندارن اینا. بله. لیکن همین недавно یک قانون برآمد که کدومی که پلیس سوید نمیسپوره و سوید هم
همچون استفاده میبره و یعنی که ای 10 سال تا چند خیره یعنی که زندانی کرده شود. این قانون نه در این دنیا نه در اون دنیا، این طریق قانون در یگان جا نیست. این چه خیلی می شود که وقتی که پیش آنه که آگاهی نکردن مردم، یعنی که اگر که 24 ساعت سویت بتی و مردم پلی سویت نسپورن، بعد در این حالت میتونی طلب کنی. وقتی که مردم که سویت ندارن، ای مردم پلی سویت طلب میکنی، مردم هم میگوی که قانون میبروری که ای همین قطع و همین قرار زندانی کرده شود. این یگان جدا تغییر نمیگیرد. این همین میگن که همو خداوند سرهوی میمونه گشتن میگیری، دم تچخ منی گشتن میگیری در بیابان. لیکن هم یک رنگی که یک قومی بود در همین طرف دولت‌های اروپا این سالهای پیش بود. بسیار مردم همو یعنی که تنه اوریان بسیار میگشتن، یعنی که زنا بسیار که میکردن، غضب الله بالاشون آمد، همون سرزمین گرفت. یعنی که همچون یک رنگ بگیم که هم یک دولت گرفت، چپانه تولد در زمین، یعنی که زیر زمین شون کرد همه همون چیه. لیکن همین مردم هم همین ها هم همون طور کرده ایستیان، یعنی که غضب الله آورده ایستیان. نمیمونن مردم سطر بندن، نمیمونن جوانو مسجد روند، نمیمونن آزاد مردم صحبت کنن، نمیمونن علما تعلیمی علم بتیان. و وقتی که پسرش تولد می شود یا که یگان خویشاوندش یا پدر و مادرش میمیرن، فلان ملا را بیارید جنازه خونه. آخه بدبخت لعین وقتی که ملا را که دعوت میکنی در همون چیز بیس فکر کن که جنازه تون ملا بخونه. وقتی تولد میشه ملا از آن قامت میگه، در خیر صدقات میره ملا دعا میکنه. پس چراکی نمیمونی یعنی که تعلیم علم تیان آزادانه صحبت کنن. قسم به الله اگر دولت تاجیکستان اجازت بتید که علمای اسلام برآمده تعلیم علم بتیان، والله قسم بهترین دولت ما های و بهترین پیشرفته ترین دولت میشه در روی دنیا. اگر اجازت بتیان آزادانه صحبت کنن، آزادانه مردم زندگی کنن. بایگری که در تاجیکستان های در یگان دولت روی دنیا نیست. تمام بایگری تاجیکستان دارد، لیکن از سببی که اجازت نمیتیان همو یعنی که بعضی علمایی که داریم که برای کشف کردن بعضی چیزها را اجازت چون که ندادیان، اومدگی در دولت‌های بیگانه کار و فعالیت کرده ایستیان. نه کمتر ای 500-600 تا یعنی که دکترهایی هستند که با علم با معرفت اومده در دولت‌های یعنی که غیری در کار و فعالیت کرده ایستیان. زنده و سلامت باشی برادر. اگر آخر سخن یک نقطه گفتنی باشه من دیگه خداحافظی کنیم. خیلی زیاد در پخش مستقیم زیاد از 3 ساعت میشود. کوتاه اگر یک اونجا گفتنی باشه بفرمو برادر، بعد دیگه خداحافظی کنیم. همین قدر که همین یک چیز است که حضرت شما خوبتر میفهمین. کدومی که چیزی میگه یعنی که میبراید همون میدانستگی خچه بگی میگه، همون چیزی که میدونه، چیزی که میخواه گپ زنه همون میگه. و بعضی ها میبرن چو ایتا گفت چو ایتا کر و ایتا، یعنی که همین بدبینی و کینه را ای دل خودتان دور کنین. اگر که تو اگر بدبینی و کینه را ما ای دل ما دور نکنیم، تو با همدیگر نزدیک نباشیم، تو دست یکدیگر را نگیریم، ما یعنی که غالب نمیشیم. به همین خاطر همه وقت باید یک جا بدن. وقتی که یک جا کشیدی انشاءالله که یک کار می شود. عمل هم که نکنی وقتی یک جا بدی یک کار می شود. زنده و سلامت باشی برادر. زنده و سلامت باشی. الله متعال برکت می‌دهد انشاءالله. زنده و سلامت باشی. سلامت باشی برادر. تشکر از اشتراک در برنامه و دیگه برادرایی که در برنامه زنده باش سلامت. دیگه برادرایی که در برنامه اشتراک کردن از همه شما تشکر میکنم. واقعا زحمت کشیدید امروز برنامه را
با صحبت‌های خود رنگ دیگری بخشیدید و واقعا خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه زیادی برادران پیوست شدن، از جمله برادر ما و برادر عبدالخلیل واسع، محمد اقبال صدردین و دیگر برادرایی که پیوسته با صحبت‌های خود برنامه را رنگین‌تر کردن، زیباتر کردن و جالب‌تر کردن. بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه بعدی را بتوانیم در موضوعهای گوناگونی با برادران و هموطنان خود صحبت کنیم و روشنی بدوزیم. همونطور که در اولی برنامه ذکر کردیم، هدف ما و موضوعی را که در اینجا گذاشتیم و مخصوصا اسمی برنامه که قدرت و حقیقت است و هدفی اصلی هم این به چالش کشیدن قدرت و صحبت کردن در موضوع قدرت و روشن کردن حقیقت است، یعنی آشنا کردن و روشن کردن و نمایش گذاشتن حقیقت به بینندگان و هموطنان عزیز و گرامی قدر است. همدیران و هموطنان عزیز، ما امروز اگرچه از موضوع کم در روند برنامه دورتر رفتیم و برادران گرم شدن در موضوع دیگر مسئله جهاد و مسئله رفتن تاجیکستان و در موضوع گوناگون صحبت کردن، ما اجازه دادیم زیرا دیگر خاص خودی برادران بود. به همین اساس من همطور گفتم در آخری موضوع من اجازه میتیم که موضوع مسئله بر بگردیم، مسئله انقلابی و در موضوع انقلاب صحبت کنیم. من یک 3 برنامه پیش برای شما وعده دادم که ما هر برنامه در موضوع انقلاب یک کمی صحبت خواهیم کرد و پیرامون موضوع انقلاب و روش انقلاب و رفتن به او و رسیدن به انقلاب رو در برنامه صحبت میکنیم. ما برنامه 2 برنامه قبلی ما را اگر تماشا کرده باشین و ما در این موضوع بسیار طولانی تر صحبت کردیم و در این برنامه را اجازه دادیم که برادران در این موضوع صحبت های گوناگون انجام بدهند و اگر که هر کسی که هر صحبتی رو کرد و هر موضوعی رو در اینجا ذکر کرد و ما بازم فکر و نظر خود رو گفتیم، فقط فکر و نظر آزادی بود است تا اینه که برادران رو از رفتن به انقلاب و از رسیدن به انقلاب و از چگونگی کمک کردن برای انقلاب آشکار و یادآور کنیم. و یک چیز دیگر باید در اینجا برادران و هموطنان عزیز قید بکنم که اگر کسانی که میبرند از شما برای رفتن به انقلاب و برای کدام کار عملیات را انجام دادن پول طلب میکنن، لطفاً با کسانی که چهره هستند و میشناسن و در راه مبارزه موجود هستند و پاسخگوی عملی انجام داده هستند با اونها کمک کنید و کوشش کنید که اینها برای شما یک تصدیق کننده باشند و بدون تصدیق یک انسان چهره‌ای که در راه مبارزه هست، چه از حرکت سیاسی گروهی بسیار باشد، چه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، چه از حزب‌های دیگری باشد، یعنی کسایی که شما اعتماد باوری دارید، بعداً در علاویدگی شما بروید و دیگه برادران صحبت کنید و اگر هم با کسی کمک کنید این طریقتی راه خود را روشن بسازید، زیرا در بعضی حالت‌ها ضربه‌ها از همین طریق وارد می‌شود که میاد در چهره مسلمان، در چهره دموکراسی، در چهره دیگر آن میاد با شما نزدیک می‌شود و از باوری شما استفاده می‌کند و شما را به چاه می‌کشاند. از همین دیدگاه خوبتر و بهتر است که از کسانی که در این راه خیلی وقت خود را مصرف کردن، توانایی خود را در اینجا سپردن و هر روز برای آزادی تاجیکستان مبارزه میبرن، از اینا مشورت بپرسید و از اینها تصدیقنامه بگیرید برای هر یک کسی که با همکاری میکنید، زیرا اون ضربه که شما را انتظار است همون رو نخورید. چون ما در گذشته ضربه های زیاد خوردیم، همونطوری که ما در گذشته و در بالا ذکر کردیم که در زمان مرحوم عمرعلی قوت و اشخاص در کنار ایشان جمع شدن و از نام ایشان استفاده کردن و پولهای را به جیب خود بردن که بعدا آشکار کرده شدن، حالا اسمشون یاد نمیکنه، ولی به هر صورت بعضی حالت‌ها چون این حالت‌ها به میان میآید و شما کوشش کنید که حتما مشورت بپرسید و حتما با تصدیق یک برنامه که در یک برادری که در اونجا گواه می شود، بعد میتونید شما با این و آن کمک کنید که برای شما مشکل ایجاد نکنه. خب همدیران و هموطنان عزیز، اینجا برادران زیاد در مسئله رفتن، مسئله برنامه‌ریزی انقلابی در این مسئله صحبت کردن، همش جای خودش را دارد و واقعا هم باید ما برای بازگشت به تاجیکستان یک مسئله مهم را ببینیم که یعنی اولین نقطه این مسئله تاجیکستان است و آزادی تاجیکستان. یعنی اگر ما بالای این نقطه اتحاد کردیم، بالای این نقطه مبارزه بردیم، مطمئن باشید که ما به هدف میرسیم. زیرا در کشور سوریه که ما زیاده از 5000 یا 6000 شهروند جمهوری تاجیکستان و
برادران خود را از دست دادیم و علاوه بر این در جنگ اوکراین و روسیه که حاضر هزارها نفر دیگه در اوجا می جنگن و ده ها نفر شلکه به قتل رسید و در کارهای عملهای تروریستی ما دیدیم که ده ها شهروندی جمهوری تاجیکستان اتهام کرده شد و یا اینکه خب خودش به این کار دست داشت، حالا هرچی کشته شدن. یعنی ما هزارها شهروند خودمون را به خاطر ناتوانی حاکمیت از دست دادیم. پس بیایید از این پس کاری بکنیم که ما و شما فقط هدفمون تاجیکستان قرار بدیم، اول کشور به اسم تاجیکستان آزاد را از دست ظالمان بر بگیریم و بعد به خاطر دیگر هدفهایی که موجود هست که در کجای چی ظلمی هست و ما اگر واقعا میخواهیم آزادی و عدالت در جهان برقرار کرده شود، پس برای اون دیگر راهی آزادی یعنی کمک نزدیکتر می شود، چون مشورت دقیق از جانب حاکمیت برای شما داده می شود که در کجا می توانید به کی کمک برسانید. چون عین حال ملت بدون راهنما مانده است، ملت بدون راهبر مانده است، ملت بدون یک برنامه و استراتژی دقیق مانده است و هر کسی از هر جایی میخواد یک کوساک یک لقمه از اون میبردارد و او را چیکار میکنه؟ میبرد در جای لازمه استفاده میکند. به همین خاطر شما کوشش کنید که به دام چنین انسان‌ها و به دام چنین کشورها نافتید و راهی دقیقی را که اهدینا صراط المستقیم است این راه به خود پیشه کنید و این راه من مطمئنم که اگر برای یک تاجیکستان آزاد مبارزه را بردید، انتخابش کردید، پس مطمئن باشد که اولین نقطه شما تاجیکستان را آزاد میکنید و اگر شما این کار نکردید، همون طوری که پروردگار میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگر ملتی که حالت خود را تغییر نداد، قومی که حالت خود را تغییر نداد، پس دیگر ملت میاد حالت اون رو پروردگار حالت. ما باید برای تغییر حالت خود مبارزه ببریم تا پروردگار حالت ما را تغییر بده و اگر ما برای تغییر خود تغییر مبارزه نبردیم، بدانید که پروردگار ما را تغییر نمی‌دهد و به جای ما قوم را میارد که اون قوم تغییر کننده است و عوض شونده است. پس ما باید مبارزه خود را آغاز کنیم و از تاجیکستان سرچشمه و چکار کنیم؟ بدرخشیم و دویم باره ریشه بتوانیم و دین و دیانت خود را و ایمان خود را، ملت خود را، نجات خود را از این دست ظالمان نجات بدهیم و در غیر صورت بدانید که کسانی به سر قدرت میان که از رحمان شاید بدتر باشند، شاید بیان هزارها قانونهایی را که اون به ضرر این ملت و این کشور و این دین و این ایمان است ضرر برساند. پس مطمئن باشید که یگانه راهی که میتوانند ما و شما را نجات بدهد این تاجیکستان آزاد و مبارزه برای اون است. نروید در هر یک کشور، در هر یک عملیاتی که به ضد بشریت است انجام بدهید و به خاطر پول، به خاطر مال، به خاطر دیگر کسا خود را قربانی نکنید. ملت خودتان در ذلت قرار دارد، ملت خودتان در نابودی قرار دارد، کشور خودتان از همه جا محاصره شده است. از این طرف چین محاصره کرده است، از این طرف روسیه محاصره کرده است، از این طرف امریکا در کمین است، از این طرف افغانستان با تمام مشکلاتی که دارد در اونجا در کمین ایستاده است که بتواند بیاد فرهنگ تو را، زبان تو را، مدنیت تو را از بین ببرد، همینطوری که تاجیکان اون منطقه از بین بود. پس مطمئن باشید که یگانه راهی که ما و شما میتوانیم به اون وصل بشیم این اتحادیه سرجمعی و مبارزه به خاطر یک تاجیکستان آزاد است. تاجیکستان آزاد انشاءالله همین به دست ما خواهد رسید و هر روز ما برای او مبارزه خواهیم برد و ما دعا میکنیم که پروردگار ما و شما را در کوتاه‌ترین فرصت به اون میسر بگرداند که در وطن عزیز خودمون به راه سربلندی و سرفرازی زندگی کنیم و هیچ نفری نتواند ما را در وطن خودمون به ذلت و به این ظلم و ستم مجبور بکند که زندگی کنیم. پروردگار ما و شما را به راه راست، برای دین صراط المستقیم هدایت بفرماید. پروردگار ما را قوت بدهد که ما مبارزه خود را دو جانبه بگردانیم. پروردگار در دل ما، در عقل ما روشنایی بیاندازد که ما بتوانیم برنامه دقیقی برای آزادی کشور و برای پیروزی و سرجمعی ملتمان بیاندیشیم و مبارزه ببریم. پروردگار ما را به اون راهی مشرفی که به اون راهی که پیغمبر اسلام را هدایت فرمود و اون راهی که او را مشرف کردند و دولت خود را ساخت که در اون دولت سالها اداره شد و سالها ملت ها را برای راست و درستی هدایت فرمود. پروردگار ما را به اون مشرف بگرداند که تاجیکستان را
یک کشوری بسازیم که در اونجا تمام تاجیکان و تمام مسلمانان و تاجیکستانیان سرفرازانه زندگی کنند و با یک دیگر دشمن نباشند، بغض و عداوت و کینه و کدورت نداشته باشند، بلکه در اتحادیه و سرجمعی با هم زندگی کنند، ملت خود را از این ظلم و ستم نجات بدهند و کوشش کنند که برای بشریت، برای انسانیت، برای دین خدمت بکنند و هیچ وقت اجازه ندهند که در سرزمینی که در اونجا هزارها شهید داده شد، در سرزمینی که در اونجا علم و مدنیت و انسانیت موجود است، بازم پیروزی و سرجمعی به میان بیاید. ما هیچ وقت کوشش نمی کنیم که این ملت به نابودی برود. همیشه از پروردگار دعا میکنیم که برای این ملت ما بار دیگر یک قیام، یک احیای اعلام بکند، فراهم بکند که ما و شما بخشی از اون قیامی باشیم که بتوانیم تاجیکستان را از دست ظالمین نجات بدهیم و از زیر سلطه هر کشوری که بالای ما ظلم میکند، ستم میکند، برنامه شومی دارد نجات بدهیم و تاجیکستان را آزاد بسازیم و امت محمد صلی الله علیه و سلم را از این ظلم در تاجیکستان رها بکنیم. دیگر شما را به پروردگار میسپارم. پروردگار همه شما را در امان خودش نگهبان باشد. پروردگار ما و شما را تا برنامه دیگر برساند، تا انقلاب برساند که اون روز سرفرازی را یک جایه در سر یک میز در تاجیکستان، در سر یک دسترخوان با هم ببینیم و ملاقات کنیم و اون خرسندی را با هم شریک بسازیم. شما را به پروردگار میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.